به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان. اما بعد، سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل اوصیف در برنامه درخش حق. امروز راستیش کمتر وقت شد، اومدیم کمی دیر کردیم. ای وقت ساعتی گفتگیمون انشاءالله که خوب میشه. پس ما برنامه‌مون هر روز یک شنبه، نه روز شنبه و روز پنجشنبه بود. روز پنجشنبه ها اگر وقت شوه ما انشاءالله که برنامه میکنیم، نباشه فقط تنها روزای شنبه. به همین خاطر امروز کمی دیر کردیم. همون وقتی گفتگی ساعت 6 باید برنامه میشید، نه ساعت 7 چید نه ما برنامه را سر کردیم. خواهش قلب که سرش میکنیم برنامه را. امروز برنامه آزاده، هر کس میتونه که برای فکر نظرهاش بگه. من میخوام که مردم در گپزنی کمی خوب باشن. همین چیزا میخوام که مردم ما برای بیشتر صحبت بکنن. به همین خاطر این برنامه‌های ما است. بعد امروز یک برنامه خاصی نگذاشتیم که صحبت بکنیم، برای که من امروز تیارم نبودم، نه که وقت چید خواستم که برام صحبت بکنم. خب روز یکشنبه انشاءالله که موضوع را میگذاریم، صحبت می‌کنیم انشاءالله که درباره همون موضوع. حاضر میخوام که مردم فکر نظرهاشون آزاد بگن. برنامه ها را تماشا میکنم، نمیدونم دیده رفیق برادرها بود گرفتیان کینو مونکدیان که ما باید گفته ای که 8 کاره 9 را نمیدونیم. من یک چی میگم ده مردم، من کرات خوب میدونم، راسته من برای اینا این سوالا جواب نمیتیم. من میدونم که اینا میگیرن کینو میکنن، میگیرن نمیدونم میگن این بی سواده. انمو با سوادی با سواد چونه بیارن قطعی من دیبات بکنه. اگر من بای دادم انا اوچن شما بگه که بی سواده. من کرات صرف دیمیم ازیاد کردگی بودم. میتونستم اونجا پروسه 72 بگم تمام. نکی نه خاموش ایستادم که همین هیچی نگم که اینا در اینا همین گپ لغمه بوده. اگر این باید همین گپ در اینا برسه که من نمیدونم. من رحمان فبیوره امام علی رحمان فبیوره من قطعی سوال جواب میکنم. اگر بای دادم دست میکشم همین سیاست. در سوال من رحمانوف جواب دیا، من در سوال رحمانوف نمیدونم یک خودش در روسیه نمیدونم عذاب کشیده سوده. میگمش که برادر عزیز من برای تو جای کار میخوام، من برای تو سویت میخوام، من برای تو گودک پلی میتیم. نه همین امام علی رحمانوف باشه. خیلی بردم شب که بگر تمام نمو اسفندی ها روره. امروز گیجا اومده من نمیدونم طرفداری ای امام علی رحمانوف میکنیم. وقتی طرفدار یک نفری برای قفاش بشه تمام. گیجا میوه برنامه ما آزادن. شما میبینی که یک چیزا میفهمی که ما اجازت میتیم شما را، شما میبروی اینجا گپ میزنی. سبب در چیه که ما امروز مخالفین؟ سبب در چیه که ما امروز مخالفین؟ یا برنامه شما کردن نمیتونه که ما بریم در برنامه شما سوال جواب کنیم. قطعی شما که باید همونجا بفهمیم که در گیجای سوادی حکمت داره. این چیز نیست، این چیز این نمیشوه. به همین خاطر این چیزا را پسش فر نگرده. من اگر نمی چاپلوسا همجا کدمت باشه با باوری نداشته که من سوادم بیزه باید که نه سواد ندارم. اگر شما تنها درباره کرد میگه که درباره یگان چیزی دیگه همو تبلیغ امناجن یا بگیره در دستم بخدا دو قسمه در پیشم یگان چی نیست. یگان چی بیا من همین یک کره سر میرم تا 10 کره یک خطا کردم ایفیر رو میکشم میرم در حیاتم دیگه ایفیر نمیکنم. مردک چه؟ نه که من سوال تون میتونم در سوال من جواب تی. من چیزا نمیفهمم که امروز مردم ما هم یک کس برو یک چیزی بگه دیگه دمی همون انسان هم میگیرن میرون. دمی همون انسان هم میگیرن میرون. فکر نمیکنن آینده کنن.
برادر عزیز باید ما یک کاری بکنیم که یک سیستم دیگر بسازیم در تاجیکستان. این سیستم رحمانوف نمیشود. اگر حاضر رحمانوف برای فرزند چه میمونه نمیدونم یک نفر دیگه میاد میشود، این برای ما یگان مشکلی مردم تاجیک حل نمیکنه. چند خواهی با این گذشت 4-5 ماه رحمانوف گفت که من حالی مهاجران با خبرم. یگان کار کرد برای مهاجرت، یگان کاری خوب کرد رحمانوف. نه خواب اینجا برادران جمع شدن. خواب سلام علیکم جعفر. سلام علیکم جوهر. سلام علیکم. خب این برادر نیست. خب برادران گرامی قدر، وقتی که نام تو نمیگیرن خواهش میکنم که صحبت بکنی. بعد چی گفتنیم که حکومت برویا قطعی ما گپ زنه. اگر اونا که خوف دارن نمیدونم کانال های ما خوف داره، شما کانال بسازید، ما آماده ایم بیایم قطعی شما سوال جواب بکنیم که مردم ببینه که ما دعوای ما جوانا چیه؟ بس سواد بدن ای حکومت امروزه. میفهمید شما هم چیزه؟ من نمیام در پیش یک نمیدونم رهرو یا که تحقیر نیست برادرای عزیز، یا که یک کلخوزچی من بیام مثال ندانم در پیش اوه بگم که قدر آبروی من پس بشوه. این خیلی گپ نیست. من یک چیزا نمیفهمم که مردم ما مثال مبروی نمیدونم گرفتن کینو کرده پرتافته شد، یعنی که تیپ من نمیدونستم. من اسپیڅال جواب ندادم که لغمه دهنی همینا بشوه که برای هرچی تبلیغ بکنن. اولی ما تنها نو 5000 بیننده داریم برادرای عزیز. ما یک 20000 30000 50000 بیننده شوه که بعد انشاءالله که بعد دیگه ممکنه که در سوالاشون جواب داده بشوه که مثال یک چی داریم. من بعد 5000 من بیننده دارم، من دوونیم 3000 آدم تماشا میکنم. اما آدمایی که 80000 100000 دارن 2000 تماشاشون میکنن. چی شما بس استاتستیکا را بینید کی ما را چند قد تماشا میکنه، اونا را چند قد. به همین خاطر برادرای عزیز من خواهش میکنم کسانی که تازه وارد شده بمونه لایکاتونا آبونه شوید در پرتل ما، دستگیری شما پیشروی ما ای برادرای عزیز. به همین خاطر شما باید مردم تاجیک باید ما سیستم را عوض بکنیم. باید کنلیسا را گفت یک برادر بگیم که یک طرفه باید نکنیم. باید ما هم کن بگیریم نابود بکنیم که همون کنلیسا دیگه کن نیابن که بلیسن. انا این هدف مقصدی ما. میبره نمیدونم درباره همین مادرها را میمونن فلان مادر اشکی مادرها را بینین اینا دعای پدر مادرشون را نگرفتین، اینا ای کارو نکردین. ای برادر عزیز باید یک نفر ایگان چیز بگذره که بعد آزادی به دست میاره. این خیلی نیست که در خانه یانباش بکنی و آزادی برای تو بیاره. بری پدر مادرت میگذری، پدر مادرت میگذرن، میگیرن 7 پشت از زندانی میکنن، نمیمونند ای تاجیکستان ببرای یگان گپ زده نمیتونی. این خیلی کار میکنن. بعد میبرن میگن که اینا دعای پدر من پدرم بگه که نماز نخون، من پدرم گوش نمیکنم. اگر من در راست باشم من پدرم نصیحت نکنه که بچم نماز نخون، بچم صدقه نکنه، بچم حج نره، من قبولش ندارم، گوشش نمیکنم پدرم. برای که من در حقم. اینا میبرن شما خیلی شما خیلی خوب. سلام علیکم. سلام علیکم برادر آموزگاری. و علیکم السلام. برادر اهمیت نتیوروار چی گفتن میگیرن کاری نه خونک من بخدا قسم من همون چین میتونستم در دهن نقیده اونجا استغفرالله کردم که اگه بیا من هیچی نگم.
بچه مردم گو نیست برادر الماس. شما اگر مثال این چیزا رو نفهمین ندونین در دولتی ترقی پیشرفته چون میکنین شما؟ بچه گودک سینف یک عقل دروزی. مردم دیگه به عقل نیست، میدونن که کی چی کو میکنه کی چی خیلی میکنه، بله کی میدونه کی نمیدونه. هیچ چیزی رو افتاده نشین. مونین چوری میکنن، ویدیو میکنن، قور میکنن، پرتیان و خیزیق نشین. بله من خواهش میکنم که همین برادرایی که ما را دستگیری بکنه بمونه نمو لایکاتونا آبونه شوه بله کسانید که برادر. نبوده. من امروز راستش به آگاهی موندم. امروز مردم هم که راستش خبر نداره که من مثال امروز برنامه داشتم. من همین حاضی که اومدم بیکار شدم گفتم به یک بهترین کار فیلم. هم وقتی افتگیتون برادر افیر کنین، مردم تماشا میکنن. مردم عقل دارد دیگه به عقل نیست. بله خداوند نگهبانت، موفقیت کار بشون. تشکر زیاد. سلامت تشکر. باش برام. خدا نگهبانت. خب اینک برادران گرامی قدر، خب از یک دقیقه من اینجا یک دو برادر پدیلیت سکنیم پسان. خب 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 اینک میریم انشالله که میفهمن مردم میان. خب باید ما یک کار بکنیم مردم تاجیک نمورا انشالله که اومده سودیان مردمم. خوش میکنم برادران گرامی قدر که اما لایکاتون رو بگذاره که سبب زیاد شدن بیننده ها بگرده. همین هدف. اگر شما فکر کنید که ما یگان سوم یوتیوب کار میکنیم، نه یوتیوب بازی پل نمیتی، همه میدونه این لایک با همون خاطریه که بیننده زیاد میشه خلاص دیگه یگان چیزی دیگر نیست. خب خب ما را 180 نفر تماشا داره، 130 لایک. خب چی گفتنیم برادران عزیز؟ باید ما مردم تاجیک یک کار بکنیم. اینکه با شیشتن با گفتن یگان گپ نمیشه. مردای میدان من خواهش میکنم که در تلگرام من بنویسه من برنامه دارم، ما نه من برنامه دارم میخوام که یک کار بکنم. اگر کدمت میخواهی که در تاجیکستان یگان تغییر ایلوه باشه، بیای برادرای عزیز با من باشه انشاءالله که اینمی اولی بهار انشاءالله یگان کار میکنیم. شما فکر نکنید که من مثلا اروپا یگان چه تنها میگم نمیام. بیای من ببینم که چند قمار شیرمرد داریم که میخوان در میدان ها ببرویم. من اگر نه اومدم در پیش سامانی شما نخیزید. من این چیز در شما گارانتی میتیم. این خیلی گپ نیست که شما بیای بگیره و حکومت رحمان رو بگیم بقپه و زندان بکنه پس اون بعد من می اومدم. این گپ نیست. من عضو همین مردمم، برای همین مردم یک کار میخوام بکنم. یگان آدم نمیخواه و ناله تیاره در من بتیه. حاضی تنگک سفر دیگه نیست که بیا رحمان فا بگیره و من بیاره بمونه. این خیلی گپ نیست. هر کس خودش میروه یگان کار میکنه فایدهش خودش میبینه. به همین خاطر شما فکر نکنه که من در اروپا میستم تنها فقط گپ میزنم و خلاص دیگه یگان کار نه. انشالله که ما کار کرده سودیم، برنامه هست، بچه‌ها جمع شده سودیان تا اون جایی که من برنامه کشیدگیم که همه قیبو شوا بگیم انسان ها من آمادم که برم بر تاجیکستان ولی اون قد نشده. من میخوام که مردم بیای برادرای عزیز کدمت که میخواهی واقعا میخواهی در روسیه، در ترکیه، در قزاقستانی نمیدونم در جایی که نباشه، من خواهش میکنم برادرای عزیز بیای
بیای ما را دستگیری بکنه. انشالله که یک کار میکنیم همه کسا. سیلکا با فیرم که برادران عزیز نمی اپیسانی دام گذاشتگی های. بله در اپیسانی هم گذاشتگی، در زیری کامنت ها هم سیلکا گذاشتگی. شما میتونه که برادران عزیز با طریق سیلکا وارد استودیو بشین، فکر نظرهاتون بگین. خب اینجا در زیر کامنت ها هم بده است، در زیر کامنت ها هم هست، در اپیسانی هم سیلکا گذاشتگی. بیای برادران عزیز امروز برنامه صحبت آزاد های، بیای فکر نظرهاتون بگین. خب اینجا که بود یک دو نفر هم اینجا هسته. برادرای عزیز من خواهش میکنم که شما اجازت بتین پسان وارد یا تا $80 یا تا 4 تا 1 شما اجازه دادگی نیسته. متاسفانه من شما را قبول کرده نمیتونم. به همین خاطر باید برادرای عزیز کامنت های بزب ننویسه. من خواهش میکنم فکر نظرهاتون نمیتونه بنویسه. من کامنت ها را میخونم، یکم خیلی وای نیست که من نخونم، کامنت هاتون را میخونم. به همین خاطر باید شما کامنت های خوب بنویسه برادرای عزیز، دشنام تحقیر نکنه همدیگه را. خب یا کلابی سلام علیکم. سلام علیکم المسعود سازی، خوبی؟ سلامتیات خوبه؟ الحمدلله خوبه. مقصد سلکه قطیدرو من مشنوه. انا چیه برنامه امروزه؟ همین صحبت آزاد برادر عزیز، یکان موضوع خاص نموندم که خیلی بگم که صحبت بکنیم. همین که درباره اولاد گشنه بگه میشم. درباره اولاد گشنه بگه همین داوده و برای همون اولاد گشنه اکا خدا لعنت کنه اولاد گشنه را توبه کم. خدا 32 ساله خورده استند. باور که اگر 32 سال یگان آدم دیگه میبود، یگان اولاد دیگه میبود، سر میکرد. نه که پدنالاتو چی طایفه آدم های نخی میگوی میخرسومه ایس میرینش میخره ایس میرینش پدنالات بگو همو بانکوی شویتساری را قرضدار نکنیم با همین پولی مردمی توجی. بله اوخی نمیدونم دیگه درستی گپ چی بگوم که یک دقیقه برادر عزیزم که یک احسانی سید اشرف برادر عزیز، من شما را قبول کرده نمیتونم به اون خاطر که شما اجازه دادگی نیسته. شما اجازه دادین پسان وارد شین. برادر مبارزی رو کامرت خاموش کن، قبولت می‌کنیم، صحبت بینیم. المسو یگان چوپلوس اینم خیلی اکه بیا من تای کم تر گروه با بگم ده چوپلوس نمیگم مرغ میگم. یگان مرغی امام علی دوستار شبوشه با چهره یوشکوره به چهره یوشکوره ببرو لوبای نمود با همی به سوادیم قطعی همی اومنی دورکای همو مگه میزنم. برادر عزیز نیستند دوایو میویند انشاءالله. باز بیننده ها هم زیاد چیده شده انشاءالله که میویند مردم. من خواهش میکنم برادران عزیز ما را 200 چند نفر تماشا داره. خواهش میکنم برادران عزیز بمونه لایکاتون موندگیم انشاءالله گرم تتوقنی با یارو دوستاتون فضیلیت بکنین که برنامه گرم شود انشاءالله. انا استعفا دیکتاتور امام علی بر پدر نلات بر پدر یا اولاد نلات امی خداوند دانومش بمبرم امی یا کم ترک امی نیتوک امی وظیفه نوی پدنالات که بروا حکمت نو شوه امی اولاد در جایش کدامش مردگی باشه امی یک خواهش همه امی چی علاوی هست در امی تاجیکستان همش در گوی امی موندن در کار خب پجرش بتی بر پدرش نلات خوکشترش گم شوه قطیش. بله بچه دولان به نام خدا تلگرام دمیاد دولان خیلی موست نمو انگشته گوگل. بله یک دقیقه برادر عزیز این گپاش بگه اصلا انشاءالله. مقصد المسوه امیجا داریم تماشا دارم یگون چوپیک برو آمد آوازم که قبولم که بعد مایل خوب.
خدا برای نگهدار. پریود استعفا بعد الماسیو ما çok besleyim. ما çok نه besleyim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. علیکم با سلام علیکم با سلام بعد برادرو فراموش نکنین نمی لایکاتون ابو بونه نوخیامو لایک در چلیکی بفراد در چلیکی آزاده در شرمگوی آزاده بزنش بفراد در امام علی بزنش نه اینکه لایک امورا چلیک فقط در همونجا بزن با چلیک تی جابجی قشو در همون ایست که در همونجا همون زده استایش تمام Xeyr, o الماسیو همینجا در خیر تماشا داره برادر خیلی صوفی. او خیر که چیکار میکنی همون دیگه هم باید چلیکای Selamun aleyküm ve بدنش rahmetullahi ve میگیری در همون berekatuhu. و علیکم السلام. ممکنه همین چلیکای ما سیر کنن بله برادر عزیز تشکر زیاد برادر کلوبی. خدا گپ نیست نگهدار. مایلی الماسیو خب مایلی یکمان چوپورس اومد انشالله که صحبت می‌نیم. خب بفرما برادر مبارز راه حق. الله گام بزن از این آواز انشاءالله که خیلی خوبیم، خیلی تینجیم. الحمدلله روز خوبه. دیگه خیلی یادتون کرده بودیم. خود از برای الله دوستان می‌داریم. چی بکنیم؟ درباره این اولاد خیلی اگر همون قدر بگی با ما خود کم نیفتاد کرد. ما گپای خودمون یعنی ما نکنی نمیشه. او به هر چی بد کرده کنده. اوجستون رسوی بد کرده کنده. برادر کسی هستی کامیرا تا بکش. خب برادران عزیز من خواهش می‌کنم که کسانی که در استودیو وارد میشه کامیراتون رو بکشین. اگر چاپلوس باشند حساب نبردارن بگن که من چاپلوسم یا که اینم تب نیست که من چاپلوسم یا طرفدار رحمانوفم. مرحمت بیا بچه را یگان مشکلی نداری. اگه از ما میگه زود میکشیم میستون چون داره یک دوم چوبی گمد ما قطعش بس میکنم یک دوم سال یکم برادر خود جب باشه نیست صحبت میکنم یکم پرابلم نیست. جب نیست همجا ما خوب بمونه. خب ما میگم 4-1 سلام علیکم. همین جمشید دعوت کنم همین اکرماست جمشید میای ولی نفهمیده. جمشید دعوت که گرم شوه تمام. جمشید اینه برادر رو هم ما جمشید گفته سودیم. خواهش می‌کنم که برادر جمشید اگر همجا باشی بیا. خب رب بفرمو. سلام علیکم. رب میکروفون تا بکشو بفرمو. خب رب نیست برآمد. خب برادران گرامی قدر اینک کدم جمشید پرسید نه آبا السلام علیکم. و علیکت بر سلام. چخیل عبدالخلیل جان سازی خوبی؟ الحمدلله خوبه. همه نغزه دیوونه همه انا من میگه داشت کم ترک کم ده همی شما بس ای ما از خوشبینه بچه ای شریفو سلام علیکم ای شری مردکی گوش که آیسته بخشی به دیوونگی یا آواز بگیم زیادی یا آواز کودک های بجوی ها؟ هوا مو کودک نداریم قطیمو. نه اینجا در گودکو هم بازی دوران شریفو. تمام گوش که بنابرد گم میزنیم ترا نامو چیه شیرینر عبدالله عبدالله اگه جای وطنی از دوشنبه شریف جون. شمی تلفن اج رنگ آدم بمون به شرق پرق گفته کم تر کلتور انسانی یا که تربیه خوب شده یافته شریف جون. انا خوب کی شده شریف جانو جون پیشنهاد خوب تو شده وقت موندگیم از تست پنجم وقت ما کم دوزن اگه باز وقت کم مالی تست نرمال از پسن بس پسن چخیلی توزی بستک سلام علیکم بعد سرنگون رحمانوف میکنیم زیق نشه تو مرا بو کی مردا گوری همین میلاد یا قسمش میگه رحمانوف پدری موای فرزندوی تام همرا پدر قبول دوره فرزندوی من مرا پدر میگم. این کسی که رحمانوف پدر میگن اورا چی خیل مقصد عقیده و فکری میتونه یک بگوشان که میگه پوشون خطا یک درست های
گوش که شریفov من رحمانوف همچو راهبر احترام میکنم گوش که رستی پدر من قبلگوی من هفتاد در خونه خواه چیه این ولی اوتا جانو اوتا جانی من در خونه در ترکستان شریفov همون اکه الماس بمانش ای هم مرا میکوه تمارا بو که همو گوش قیمت ارزان شده ها در جون دمو زاگی اولی فروخته سی و باسش کدی ما در روسیه ام شریفov در مسکو ام براتان تمام ما چیز میگم در خاطر دمیگه مرا بگی هم همین ملت که امروز با زبان ما و تو گام میزنه کو برادر عزیز بله بله فراموش نکن که یگام راهبر برادر عزیز باید اینقدر بنام کشور دموکراتی 30 چند سال در بالای مردم باید راهبری نکنه بدون ستم ظلم بدون قوم باید خودش بروه امروز یا که برادر عزیز موافق سرقانون جمهوری تاجیکستان نه 10 تا باب 100 تا ماده داره گفتگی که انسان وقتی که 18 میگذره جواب سوال خودش قانون قاید خودش میرامتا مادر مرا برادر از در 24 سالگی ما وقتی که ما گپ زدیم کمیته امنیت فشار آورد کشتگی انشا نشه روز براتان میرانجونی با شخصیت میرسی کو خاطر و میخرم سر قوری مادر برات شاهدای دوجا برادر عزیز نک خطاب ما دشمن با مردم بریز نک دل دو تو باید اولیا دقیقه باش اوکی اوکی بستک همین وقت دون که وقتی که میدروی میخوای که خاطی ملت صحبت کنی یا گپ زنی ما در اون راسته که تو برادر از زندگی داری مردم میلرزه نام رحمانوف گرفتن خود میدونی ما 4 سال با چهره اشکار گفتگی وازم که من رحمانوف چورغوک موندگی میگه پر ما ایدوری راستی که با چهره میگفتم شریف انا میگه پاتون به معنی به ترتیبی انتی اسلام اتا انتی اسلام او خوار مدار داشتم نمیکنیم بس انمی شریف گرنی وجد میکردم تا کمتر انمی زبانت میلغزه میدونم این زبان ما برای قفای مقصد ظالم رسیدن زبان ما برای حق گفتن ای بفهمی اگه تو گفتنی کی شریف نمیدونی چی بگوی برای چی گوش که اوکی اوکی رحمان تاجیکستان اوبود کردگیای تو تاجیکستان بیتر بدله با اینا هم میدونه اوپرین اوکی مالادیس ها اینا هم میدونه کی گوش که رحمانوف چیکار کرد تو پروس همون روزه کی مردم وطن شای خونه و درش بر میگرده کو او لبای ظالم پتنس که میگمود کی اوجه در کینگ جوجوش اوی میخرن تو نفیگه قدیم ملت دشمن میکنی شری نه خوب نیست همی کارات من میدونم که کجا دا چی ضعیفی تا چی گپی هست که بدون بخص بگی در شخصی من بروی بار مطرح حیات زندگی رو برادر از دیگه خیلی میفهمونم میفهمی؟ فهم اوکی چی میفهمونی؟ حاضی فهمون همه حیات زندگی گفته گیتا حاضی فهمون آخه نه برام براتن قوقا تبش کنن نابودت کنن آخه چی در کرای برای همی نخوا که تو برادر اختم خیلی کنید شریفov دیدی اکه انا تو برادر ما که باشی پروسه برای یه روز معبودت خودت پاتستاوید نک کی ما خدا بزنم برادر عزیز میگمت چیزی که میدونم مردم کسایی که من میدونم برادر عزیز کو دندان تست که سازیدی ظالم تمام میدونی پم بدخشان رفت دیدی چه قتل عام کرد سال 2012 با این میدونه نیا که در کلوب وزارت کلوب داخل آدم رضا کرد در خوجان در بالای کمپیر او شما ریختن تام چیزا نمیبینی تو میدونی که دکاژی تی اوکی نه تقوی این دیوانگی اینجا گپ زدنت من میفهمم پروسا کاری که لبای کاری که کی کدوم را پیش رحمانوف میرانجونی که زبان بسیار خطر داره اگر کنترلش کنه نتونی اوکی اگم برو انجامدنی من شریفov دیده که من یگان خطر انجامده هیچ کار نمیرانجونی وقتی که ملت طبق قانون یا که برادر از میگه من موندنم به های که من یک تدلیل شرانجونو من موندنم به های مظلومی تقوی یا که رحمانوف گفت که در سوگند شعر یا که امروز آینده ملت رو بردوش میگیرم یک شعر نر حوزی ببرا اینمی خوند من روید میکنم جایی که آدما پسانای برادرای ما در دوری کلاپی خوان در هم روسیه میدونم بس
انا برای که میدانی اون مردک سلاح دادم چون راهبر دولت که ما امروز و آیندهش را برداشت میگیرم. تو مرا بگو که در گیجا یک بار همین رحمانوف آمد در روسیه 2 میلیون مهاجر داریم، حداقل 10,000 شو جمع کرد، یک معامله یک صحبت گذران. قدر نداری که با مثل ما و خط گوش که تربیت کن برادر عزیز. اتوی اکی تقوی برای مهاجرو شریف در روسیه 30% توجیکو چی دارن؟ ماشین دارن، خانه دارن، گراژدنس و دارن، انا میخیلن بیزنس دارن. 50% 80-100 هزار میگیرن، 20% تنبلن. شریف من نمیگم همه حالت هستن، من نمیگم. من میفهم خود چی میخوایی. او مالکیت این شاخه من تو بابشه جدوای اون ما درباره مالکیت من گپ زنم میخوام. خب راستکو شریف توجیک پس نزنید میدان. توجیک ملت من، ملت ما را هممونه پس نزنه. بخدا من میمرم برای ملت. من میدونم که تو برای ملت نه، تو ایداس اینو زولی میمری. تو بخیر جپش ما پاپاتسانس که ما ترا قچوق بگیرم رنگ موزیک بشون تشکیلات کنیم بشنیم الله شاهدم یانونا تقسیم میکنیم هر دمون زندگی میکنیم. اگر ملت نگوی فهمیده برادر عزیز، قانون همه برادر عزیز در همه کشور که باید حق با حقوق شهروند جدا کرده شود. شریف درآمدنی من هدف ما میدونی با کدوم هدف درآمدگی من همین میدان برای کدوم هدف؟ مادرها دشنو میکنن، خواهرها دشنو میکنن، زنها را دشنو میکنن، کودکها را دشنو میکنن، کودکها را دشنو میکنن. من نمیخوام این میدانا را همش هم میکپانم. من برای کودکها من کودکها را باید برارم. دیا گریه نکه. چی باید گریه میکنن؟ چی باید دشنو میکنن مادرها را، خواهرها را، کودکها را دشنو میکنن. من 3 شاخه رفت اگه نیست گریه کرده کودکای 4 ساله دخترکها را. من فکر کنم نکنه یگان کس دشنام همه ای طرف همه او طرف یگان کس دشنام نکنه. نوجوان مرد دشنام میکنه. عبدالخلیق من خورد کردم یگان بار این مو نه ما برادریم یگان. من یگان کس در غرض ندارم. نوجوان مرد آوازی صدای مرا گوش کنه. همه نوجوان مرد دشنام میکنه. نوجوان مرد تحقیر میکنه. مقصد من عبدالخلیق میدان در آمدن مادرها، خواهرها، زنها، دخترها را بیزه بد گوش کسا. بس تمام دیا یک گپ نگم. رحمانوف گفت که هر کسی سطر جو میکنه او گمراه گشته. تحقیر کرده که نصیحت اتفیتیم که عبدالخلیق جان شریفوف جان حق گومه. الحمدلله هممون وجود خداوند باور داریم، ایمان داریم. اینا هممون اینا همدیگری موقع صحبت داریم. خداوند عقل دادگی مونه هممون. قرآن سفره خداوندی است که در روی زمین پهن شدگی است. چنین که من میدونم ما یا آدمی مثال تمام یک کار میکنیم شیرینار جواب تگوم کی تمام بس یا المازش کرال به بردار تلپا نکنی گم جواب هیچو شیرینار تمام صبر کن. ایمی پاپاسانسکی ایمیجا برای خود یک خدمت ها ایمیجا برا شیرینار ایمیجا برا خدا نگه برا ایمیجا هوی خوردی الماز دیگه شبیار خدا ای شریفو تو من نمیبری تو دمان بوی میتی. من برای مادرها در آمدگیم حق در آمدگی. من حق رحمان پیش ادیبک برا پیش ایوب برا و مادرها را حقارت میکنم. انا باید میگم ای طرف شما هم حقارت میکنم و باید گوش دیدی که من هم فکری خودم قطعی هم فکر نیستم. شریف دیدی عقلی من دیدی عبدالله اینامی من هم فکرم ده هم فکر نیستم. انا تی هم دیدم گوش نبیا چخیلی میکردی گوش دیار گوشتی بطرف پنجاستم توجیکستان با پیش توجیکستان با پیش توجیکستان با پیش اما مو گوشت 50 ما بعضا سرش کم بچورا توجیکستان با پیش گفتی ساغره گوشت گوه در نظر داشتید نه دکتر که دیدی در بالای سرما این ویرای اپا های دیجا ای ازبکستان ای اوچش در توجیکستان تاول زگه کی کوفا بیا کجا
این گولک نشون میده. گولک ممکن نیست در یوتیوب نشون دادن. من خواهش تمام. میکنم که عبدالله پیشت گودک سنگ تا وبرده که بچه خیش مودا ممکن نیست گودک نشون دادن. یا خب کلمه باز یک در تبیست تقوی ایدوری راسیت در همی استریم برادر محمد اقبال دخترچم را گفتم رحمانوف اورود سکاجی همین خیگاش گفت رحمانوف اورود هیچ گپ نیست برادر عزیز. در این میدان باید با زن و فرزندت بیای نشان بدی خطا رنگ رو پیتوخایی که طرفداری حکومت میکنن مرغ نشه میبروی ای پشتی پرده چهره قطعی بیا که یه روزه که در هر جایی که وام میخریم از دیگران ما بینیم برادر عزیز. میفهمین؟ همیشه یک نفر قبولش کنیم چی میگه؟ یا سلام کلمه علیکم وقتی بفرمایید. کمش کردن. و علیکم السلام. چخیلی یکو سودی سلامتی خوبه؟ تشکر. میگم اکه عبدالله در سینش کنه کنه که بروردش چی؟ تمام که اگم چیزی نه برای همون کودکو را میگه اکورات میکنه نه نه دیگل برنامه دارد با خدا طرفداروی خیمون دارو مانن زن و دختر فلان هم تمام اکورات کلیسته اکه الماز خدا نگهبانت وقتم کمه برادر عزیز. تمام خدا نگهبانت. خب ای شریفتی هم داشتنا میکنی هم قضیق کردیم اکی گرنی لوبین سلام علیکم اکه عبدالله. خیلی سلامتی خوب. سبب در چیه که میشوه رحمت حضور رحمت میگوی تاجیکستان پیش رفته خودت در تاجیکستان نیستی چی طرح مجبور کرد که تاجیکستان برآمدی؟ جواب تیم عبدالخلیل جواب تیم تا بله گوش دارم بفرمایید. عبدالخلیل من قوم پرستی نمیکنم گوش کو تاجیکستانی چی ملتی باشه در روسیه همش زورن این ای ناحیه شما ای کلاب و ای خوجند ایتا در یکاترینبورگ نیمی یکاترینبورگ در دست شونه نیمی کازان در دست شونه اوش شوا ای اوش شوا انا او хорошо кич تایی چورتایی خونه دارن مهنت سوالت کردم عبدالله من ترا سوال دادستم که سبب در چیه که تو در تاجیکستان کار نکردی و روسیه اومدی؟ در تاجیکستان هم کار میکنم گوشت میفروشم در تاجیکستان هم کار دارم در روسیه هم کار دارم در روسیه هم مثال کار میکنم مثال خیلی یگان سرویکا یگان معرکه مثال میشود در تاجیکستان زندگی میرود شکر خدا 100% داد اگه با مسافری در خداوند با مثال رزق زیاد دادگیه خداوند در روسیه دادگی بوده مردمی قبادیان 90%ش سه تایی خونه بیزنس ماشین دارن همش چی دارن تو گفتی که من مردم گپ میزنم در افیر یگان بار گپ نزدی حق گپ زن اخی اخی توری اکه عبدالله من چی شو گوم بورا اوایو کی بیزنس دارن نمیخیلی در روسیه چی در زورا زندگیشون خوبه نمیگی شما من بیما گپ زنی خودتون میخوام فهمم اکه عبدالله نمیفورتونه گوش کن وقتی که انسان میاد تجارت بینه خداوند میتیش من چی باید بگم چرا فقط میگه که چی باید در روسیه هم مثال 30% خانه و داره همه چی دارن چی باید نمیگی اخی اکه عبدالله 80,000 میگیرن چی باید نمیگی اکه عبدالله جان 20% هم بلای اکه عبدالله جان یا دکه چوپوزی که مسکوا دهن اینا شرایطشو میگوی 100% хорошо چون هم 100% نمیدونن جد چوپلوسی کنن چوپلوسی که مسکوا دهن بیست شرایطشون وفشه بیزه باید بیست یک دقیقه کدلو انتیموس چوپلوسی که در مسکوا هم شرایط ندارن میبرویم چوپلوسی میکنن چوپلوسی که تاجیکستان хорошо وایو حق دارن و گرد نیست که تاجیکستان دهن کار کدستین چوپلوسی که مسکوا دهن ما حیران ما میوده چه نفهمیدم چوپلوسی چی مردم در شما همه چوپلوس های همیشه چوپلوس های مسکوا در شرایط نداره برماده بود چوپلوسی کردسته در اینجا تو خب تنبلی شاید دو در جانی موید تنبل شرایط مثال همین آدم هم ای عبدالخلیل همین مرد ناموس کنه مهنت کنه عذاب کشه مثال 100% زندگیش نمیخواه میگذره آدم که تنبلی کنه و دیگه شما فقط همه تنبلا میکنه شما عبدالله
عبدالله لبای سلام علیکم لبای سلام علیکم سلام و علیکم علیکت بسلام لبای گوش کن عبدالله تولد چندی تولد 46 سالم 1978 46 ساله ما ترامه گوش دارم کن یک کلوبی دو درجه میدون پر ندارم ما همه هموطنیم یگان جوی گوش کن وایسته хорошо لبای акай عبدالله мара нигоҳ кун ман ранги худо тамиҷа оилавиям неки ҳамун гудакота якам тарaf душти бар яке гуфта намеша айдаҳани худо тақиб меброябад айдаҳани худо да мақсад гудакота кам тар яктарафа ки чикела да пеши гудак гап задан уқан истоита гап задан نه ای گودک ما خیلی گودک دوست می‌دارم لوبوی گودک ما خودم وای میکنم میبیام بالای سرام میبرم لوبوی گودک روس هم ازبک هم تاجیک هم دوست نه رفته فرایخ جان این میبیام انا گوش کن فرایخ جان سو نرماله پاتیش گواری سیو دیدی گودک من ادب نشون میده میگه گودک انا جواب عبدالخلیق گودک اومد چند بار من گفت دیاد عبدالله پاتیشی گواری گفت گودک من ادب نشون میده انا که ترا ادب نشون داده تا ادب انا مختایلی تا خود ادب انا مختای گوش کن مرا اکای عبدالله مرا نگو کایما میشو کلانتری یا گپت میگم اکا نکی حق نومی خدا گپ زما قسمی کوچاگیت میتم قسمی کوچاگی کسی گوش کن مرا های پاتیشی ها گوش کن مرا عبدالله قسمی کوچاگیت میتم کامی اگر ایت دروغ بگه مرغی نمو گوشتی که فروخته است نه خیلی رنگی نمو گوشت داریم میگم مثال مرغ ترا یگان کس همی کارکنای حکومت خود انمی مسکو در روسیه تویست خواهی تاجیکستان یگان کس گفتگید نیست که ببرون نم خیلی برآمده تا ادکریت لیتسو قاطی حمایه که وطنه نکی راست شبگو کامی ایت دروغ بگه مرغ عبدالخلیق اتفیتیم شاشه پاتیشی فرایخ نمیشه пожалуйста дочка А ты знаешь? Да. Знаю, не мешай с ним, с ребятами говорю. Патиши, все, патиши. Жауап тим, Абдухалил, бародарджони ман. Асали ман, жауап тим. جواب تو سوالا نی تو دادی سوالی واللهی باللهی تاللهی من در عمر زندگیم کم قسم میخورم این نامی پاکم من نگوسته که من پلاست تماشا کردم اخلاق آدمو بدن من گفتم که خیلی من امولی داشتم من در اینجا داشتم تحقیق کردم خیلی من میبخش میشونم من خیلی کینه ندارم برادر رو من داشتم تحقیق کردم من میبخشم من کینه ندارم من غرض ندارم من ترا دشمن نکستم من ترا دشمن ندارم من ترا نمیگم بخشی میگم همین میدان دا میگم من شما را نمیگم بیا گابزا بیا به دوام میگم ما بگم بچه بانو میگم اینو رادیو عبدالخلیق جواب من نگرفتی نه یا تو در سوال واپشه جواب ندادی من طرف گفتم که سبب در چی بود که تا تاجیکستان اومدی و در تاجیکستان یک تعریف منی در تاجیکستان کار نکردی وقتی تاجیکستان کار میکنم من آدمی که تاجیکستان تعریف منه در تاجیکستان کار منه و مثل اسفندیار رایو بله جواب در روما داره کار داره تعریف منه رحمانوف یگان مشکلی نیست صورت در مهاجرت یازی بپرسمت دسترویکا کار میکنی با طرفداری ای رحمانوف منی پتین چند سوی میتی ما پتین چی دکمه ندارم ای اومدگیم دو بور گرانیس رفتم اومدم اون روز ملیسا خریدم 5000 ما گرفتن خیلی به دکمه این بودم میگم اگه نمیبردن یا موزه پور میکردن ما در تاجیکستان هم کار میکنم من چوپلوسی را داوود میدادی چوپلوسی را داوود هر روز ساعت موبایل میتونم رکلام میکنم گوشتی بقا 50 سوم گفته فایراد میکنم در اینجا پروستات باید غریبی هم یاد اینه شما دیدم این برادر هم دیدم فکر عبدالله گوش کن با دیگران قبول
мара гӯш кун. Як охирон гап ман мегӯм, акай Абдулло, як гапи бародаронат мегӯм. Бародарона акаҷон, акат мегӯм бо темболи калонтарӣ илтимосат мекунам. Агар Эмомалӣ ё авлоди аму агар ватандӯстор мебуд, Эмомалӣ дӯстор мебуд, аму авлод худаш мебиромад чеҳраи ошкор қати пиштӣ мегирафт. бача ту камтара калад тура мегӯй камтара куктош оварда рост гирифтан ҳамин витринада бонда чокрусико ҳамин гӯшка Абдухалил. Ман як савол дорам шумода. Чизе ки ман ҳақ мегӯм ба номи Худо ба чашмам дидам раҳора ҳамара. Ман да ягон зоти ту чоплус нестам. Бача мана чоплус шитат накуне никогда навсегда. Чизе ки ман ба чашмам дидам ҳақа мегӯм Абдухалил. Просто ку держать к ней позициятона. Чоплус ман чоплус нестам. Ҳаёт да. хай чоплус нести бача мара гӯш кун чоплус нести бача чоплус нести хай дар Россия чиқо мекунӣ? Чоплус нести. Эба одам Россия омад кор кард ва чоплус мешидай аҷаб. Бача камтар чӣ гӯ? Я дақиқа бародар аз я дақиқа бистида онҷа як кас пешво омадааст ку биё тарафдори Раҳмонов. Салом алейкум. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Созим бародар тин саломатиё. Ташаккур. Пешво наёсе тарафдори Раҳмонов. Ин нея ранг рӯ калағос бизорин бародар. Абдулло диди акаҷон. Бача як намиҷа ғайра намин баба ба номи Худо дар телеграм метовие дар телеграм аввал намино митай. Мали Абдулло чи? Бошем бахши. Астагфируллоҳ. Аузу биллаҳи бача душанбе бардебай буғои хушрӯ. Ту худу тайгиҷоӣ? раҳои хушрӯ. Абдулло тайгиҷоӣ? Раҳа нигоҳ кун чиқи хушрӯай. То қурбанда раҳа би чиқи хушрӯай. Ой супер. Таҷикистон вперёд. Бароварди ман гӯя Тоҷикистон ба пеш. Мурғои Эмомалӣ ба пеш бугӯ. Мурғои Эмомалӣ ба пеш. Ина ман айтарӣ мегӯм. Мурғои Эмомалӣ период. Ина бародар. Ира и акай Абдулло мазаш нест акирам фаҳмидан дар кора бечора маҷбурш мекунанд. Ака мурғо гуфта ман нагуфтам бародар. охи коми нами пиштигирӣ Эмомалӣ мекунанд. Ман раҳа гуфтам, ман Раҳмонова нагуфтам. гӯш кун мара бе. ай кадом минтақаи Тоҷикистонӣ? ай кадом минтақаи Тоҷикистон? ай кадом минтақаи Тоҷикистон? ай Душанбе. ту гӯш кун мара бес. ту ай Душанбе ай дирини шаҳр худашӣ? бале. ай кадом территорияш? кушониён бозори нав кардагиян ҳози баъди қатима сухан мекуне ку Абдухалилу бой зото. кушониён зане бозори нав торговли центр кушониён Тоҷикистон. Душанбе Султони Кабир Ҷалҷам бозорҳои замонавӣ торговли бозори кияему? бозори ай кияй? соҳибаш кияй? бозор додарҷон ҷавоб тимта бозори бозори кадоми боша барои мо сохтай шароит кардай условия я хотел условия жить в Таджикистане я и победил я видел ина мешава ибон қатиям гудакош гудакбозӣ куна ибон қатиям гудакош гудакбозӣ ка бишина ман кӯдака дӯст медорам мара гӯш кун акай Абдулло ман гудака дӯст медорам ватан ма дӯст медорам лабай ҳозир мегӯм ман қати ино гап занам ино ҷавоб дим баъд биёд сардуму суҳбат менӣ
ده در دادر جان آواز کشی گفت من که دوست می‌دارم گفت میگه گپ خوب ناز گفت نه مایلی گفته استم که اکا جان اینا ما هم نی گودک دوست دارم خدا را شکر فرزند دارم رحمت به پدر مادر نکی گوش کمارا گوش کمارا اکا جان اما قدری که التماس میکنم نگاه کنم خیلی آدم قطعی گپ نمیزنه برای هیچ کمه میگوید پشتی همو ایلاست گپ زنه من وطن دوست دارم نه که در او وطنی ما دیگه اولاد دیگه ذات گشنه کتگی کنم ما در روسیه غریب گوش بیا گفتم هم خیلی وطن دوست داری همی آخی برادرها عبدالخلیل ما نفت گاز نداریم من شما را جواب دیوم همین ما نداریم چه نداریم داریم کورکر در کربایده داریم اوکی داریم کورکر در کربایده تیار کردن در دولت که یک رئیس جمهور 32 سال شد یک آدم نتونید بیاوه که همون نفت که گاز بکشه ببره رایت از زمین در تاجیکستان چه زیاد از زمینش میکشه میبرورمش الماسیو پانو تون وقتو خیاکان گاب نیست برادر جونه رحمت کلام با صحبتات من احترام دارم در شما برادر جان رحمت کلام با صحبتات گاب نیست برادر من یگان غرض ندارم در شما خب پیشوا بفرمایید برادر سلام علیکم و علیکم سلام بفرمایید برادر بیا برادر عزیز فکر نظر تا بگو که قطعی عبدالله چخ کنی خب این نیست یکی پیشوای میلاد مونم عبدالخلیل تاجیکستان من دوست هممون دوست می‌داریم این سرزمین ما و شما من گپت ندارم که تو تاجیکستان دوست می‌داری من میخوام که تو در تاجیکستان جای کار داشته باشی دارم کار در تاجیکستان دارم عبدالخلیل چی می‌کنی در روسیه از در صدواتی در جایی در صدواتم عبدالخلیل امیر در صدوات بودم خیلی قین شدگه سودا هم سست شدگه چی دروغ میگم های در کار شما با تاجیکستان میرم کجا در کار میکنم هیچ گپ نداره در صدوات بودم میرو سست راست گپ سست مردم دست نکی عبدالخلیل در روسیه 70% بیش لباس فروش تاجیکای продукта در روسیه لباس سوخافروخت وست تاجیکای مردمی ملت سوق انا میخیلن چی با یوشا نمیگی چی با نمیگی عزیز یک آدم نمیتونه در تاجیکستان بیزنس کرده میاد در روسیه کمتر آزادتر میاد در روسیه بیزنس میکنه همون نفرایی که در روسیه اومدگی موفق شدگن در تاجیکستان راه شو دادگی نیستن که بگم نلاپاشون گنده نکی راه دادگی نیستن وای دادگی خیلی گپو در خور نیستن برادر عزیز من چندین آدم ها هم بدونم که دستاش و تکیدن نه تاجیکستان برو آمدن نشان نتکیدن حکومت کپی چیزاشو نگیری تحقیر نگیریم طرف خوبیه بیو گپ زنی طرف خوبیه وست یکاترینبورگ کازان همه گوشت فروشا 99% تاجیکای گوشت در دست تاجیکای پروداکت در دست تاجیکای لباس در دست تاجیکای سوخافروخت پیستا و بادام وست رسید در دست تاجیکای مال یاد دقیقه بس من یک چی بگم برادر عزیز من حق گو یاد دقیقه بس همه تاکسی کار میکنن هر تاکسی کار میکنن چی با نمیگی خواهش میکنم که برادران عزیز بمونه همون لایکاتون ما 700 نفر تماشا داره 300 لایک داریم برادران عزیز بمونه همون لایکاتون سبب زیاد شدن بیننده ها بگرده برادران عزیز کسانی که میخواه که صحبت بکنه سیلکا در زیر نوار گذاشتگی هم در کامنت هم دروی هست واری چه فکر نظر Ты молодец. Не буду больше. Фреха. Не ругай меня, пожалуйста. Не ругай меня, пожалуйста. Фурайшка. Мансуров, шумо иҷозат додагӣ несте? Ай сарака биёед.
خب Больше не кричу. Извини, пожалуйста. Фурайха. Больше не خیلی буду بچه повторить. او گولک تا Лабай, قبل دارم бахтай, بیا صحبت کنید Лабай, تو شما قدیم شما میزنی وقتی ما اینجا چی چند چی گناهی در روی دنیا بود محترم رحمان و فقط گناهگار میکنه شما خیلی تهمت میکنه به برادر عزیز یک تهمت نفر میکنه 2 سالشی در تاجیکستان یگان کار نمینه برای مهاجرت چون من نگومش نگفتنش آیا گناهگار تنبل میشه کار را وقت میکردگیش تنبل چه فهمیدی عبدالخلی خب یه دقیقه سلام علیکم میراتوارت سلام علیکم سلام علیکم انا می هم فکری من میراتورت گفتی کو صلح و صفا و دوستی من برای صلح و صفا و دوستی آمدگیم عبدالخلیل فراموش نکنه ای میدان سلام علیکم بینندگان عزیز من برای صلح و صفا و دوستی آمدگیم آغازم رفته سعود خلیل بعد فایز اوزداد جا دقیقه بس مگه تاجیک همون کامیرا تا بکش مگه تاجیک کامیرا تا بکش قبولت نینی خب اسمان Salom alaikum aka. و علیکم و السلام علیکم سلام و رحمت الله و برکاته Aka همه خود چی نام داره اکا عبدالله ها؟ عبدالله برادر جان نام اکا بهترین اکا گوش که از ما کتی خودت گم میزنیم گفتیم محترم امامعلی رحمانوف پرامیل نه امام علی گفتی نگفتم اکا محترم رحمانوف گفتم محترم رهبر رحمانوف دولت گفتم تهمت بسیار اکا میکنن در عبدالله اکا چی در عبدالله کار اکا بسیار عبدالله تهمت کردن عبد شما خلیل اکا عبدالله اکا لبا عبدالله شما طرفداری ای پیشوی ملت میکنین یا که طرفداری مخالفین نفهمیدم شما طرفداری پیشوی ملتین یا طرفداری مخالفا من رحمانوف احترام میکنم مخالفا هم احترام میکنم من مقصدم به خاطر اینجا آمدگیم که مادرها را دشنام نکنن خواهرها را دشنام نکنن دخترها را دشنام نکنن زنها را دشنام نکنن مقصد من صلح صفای دوستی رحمانوف ما میگی مقصد برای شما را کارهای فهمیدم خود اکا یک میکنم اوکی عبد خلیل مقصد فهمیدم رحمانوف اکا حالا که گوش که اکا میگی عبدالله اکا تاجیکستان عبدالله رفتی بگم بگو شو که بیاین صلح کنیم اکا عبدالله بس یک مدکار انیمه که آقای برادر کم ترک وای بدرورش اکا الماس بدرورش خب نیاز میا باز یک دقیقه خب اومد مرا پیوست که یا اون کسی یک دیگه بزن شیشی تمام مگه تاجیک سلام علیکم علیکم السلام بفرمایید اصلا خوبه سازه سلامتی خوبه تشکر جا که جوی سیاست باشه یا جو یابان دیونا بوده میخواد دیونا را بدرویش من سیاست خوشگلی گپ نمی برادر عزیز یک نفره که برو رحمان و تعریف کنه چی به من بگم که این راه برادر عدالتی همون کنم برو فکر نظر شو بگه رحمان و دوست می داشته این برادر عزیز سیاست یک جای دیونا بازی نیست یک کجا بازی نیست این مردم در عذاب و در چی عذاب بود شما کم کار بخشی جواب کادات نکات فرمونه همو ای سالمون ایجاد گیریم که هم پادانا رو طرح نمیشه یا دیونا رو میدونین شما خود دیونا بازی کنید ای دیونا بدرو یا بودن سخت دادم بدرو گاب زمان خب یک آدم ساق سالم نداره همین رژیم که من همون ساق سالم شو او بیارم برادر نداره عزیز بگیم دفعش کنیم نداره خیلی دفعش کنیم چیمون برادر یک جایی آدمو خون خورده سیان شما یک در دیونا خیلی یک گوفوش گوشفوش چیزی باشه نباشه مادی مورم در ناموسش نمیرسه نفیم آقا چیمون نداره برادر مازگی هم رو وایرون میکنه یا دیونا تمام گپ نیست چیمون برادر آمازیم هم دامی سیاست رژیم مخور و بام نفرت داره محمودم لیکن بخشی شود به خدا که همون ندارونه خیلی دیونا رو گیجا میدارونه در شکل هوای نگاه کنین اول تیمو چی در قرآن کرو بخشی برادر خفا نشین برادر رو لایکوت نمونه برادران این مردم خون بایستی یک کوری کنشین برادر رو خشو بترونه مردم در تمام چی برادر عذابان عزیز در چی اصلاح میشه این مردم در چی
در چی عذابو گرفتارن یا دیوونه قدیمو دیوونه بازی کرده گشتیم ندارم یا بودن سالی ها خب همون انتظاری همون یک نفر سالم شیم که بیاید صحبت کنیم. خب برادر آرمان حالا نگاه تو اون که میگیم برای چه ما کارش میکنیم نداریم این بودم خاطر نه ما سیاست پیش نمیرویم و دیوونه سیاست پیش نمیرویم فهمو انشالله که خدا میاید یگان نگهبان همش کار میکردگی میاید انشالله صحبت مینیم. خدا نگهبانتون برادرو هیچ وقت بیش کسا نشوید حالا نگهبان انشالله که نه کار سر شده یک جا چیکار برادر آرمان نکنیم دیگه این کارت نخواهش میکنم بس تمام کنه خیلی دیوونه تمام. خدا نگهبانتون خدا نگهبان. خب اینجا برادر عبدالرحمن. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. نه داخل شدم با برنامه درباره چی باشه؟ نه داخل شدم برنامه صحبتی آزاد فکر نظر تا تنها میتونی که بگوی. ما که مخالفیم تنها گپ میشود چیه برنامه کرد. ما تنها درباره اویله رحمانوف میخوایم صحبت کنیم. سلامت باشی. حاضر در آمدم باور کنم برنامه ایمین ریشایکو بزریش همین 1 ساعت پایده شدم همین یک برادر که همین بحث کرد بعد همین من برنامه داخل کرد سلام علیک کردیم. من گفتم آبادی در چی میبینیم؟ گفت تینجی سولو با در چی گویا هم خیلی گفته سوال تیا میگد که تو اطرفی 900 گام میزنی یا 24. من گفتم اطرفی خودم گفتم من مهاجر گفتم. بله همه خیلی گفت من برنامه برآورد ایها میخواهد که فقط به فکر من یا نهزدی یا 24 اونجا در آمده گپ زند. یگان مهاجر نمیخواهد نمیماند که در آمده در آن برنامه گپ زند. بله با اینجا میبرد این ریشه ماندگی انام تو بوزم ریش داره دخیره. بله هر یک گپش هر یک چیز تنقید هر یک گپش. خیلی برادر عزیز یک نفر کار نداره. من اگر در جای همون انسان میشنم وابشه یگان نمود ویدیو نمیکردم. میبره پروسا اون انسان ها میبرن پروسا وقت دارن وقت زیاد دارن بیکارن میمونن کامیراشون زوادید میکنن میبرن درباره لبای کس لبای چیزی که بخواهن میگن. فکر نمیکنه که در دولت دموکراتی یک انسان حق داره که برای فکر نظرش بگه چی طلب بکنه. حکومت سویت نداریم ما هم سویت میگیم. ما میگیم جای کار نداریم. همین جمع جای خوینیه. ما وقتی گفتیم که سویت نیست وقتی گفتیم جای کار نیست وقتی میگیم معاش کمه که زندگی کرده نمیشه با اون معاش امروز ما خوینه. ما نمیدونم خواهد چی بگو اینا. برادر عزیز اونا را اهمیت نده. خدا نگهبان جا در استودیو آدم یک سکون یک برادر برآمد با وی اصلاح باشی برآمد ویش به ایر نویستگی میگوید که توی فامیلیو نام میگوید اس ایر میگوید. من در نهاد منبع اومد میگوید این دفعه در برنامه برای میگوید من در نهاد هم مشه برآمده ویدیو میکنم. تو هیچ دیده نمیتونی چی خیلی ویدیو میکنی و همیشه دروغ دست یگان چیز دیده نمیتونه. من یک چی میگم برای همه آدمایی که همینجا بیننده های ما کسانی که شما میدروه من شما را نمیدونم نماتون اینجا عبدالله نویسته که عبدالله میبروه دیگه یگان کمنت می نویسی یگان نه نمود میبروه نه یگان چی. این گپا دروغن که لایک بمونه در یوتیوب لایک شما را کامنت شما را یگان کس خوانده نمیتونه که شما کیه کی همینه نویسته. همونجا یگان تا سبچکه یگان اس یگان نمیخلکی میبروه تنها خیلی دیگه یگان بگیم که نوم فامیل شما نمیبروه. به همین خاطر من خواهش میکنم برادرای عزیز کسانی که تازه وارد شده بمونه لایکاتون آبونه شوید در پورتال ما ویدیو را به دوستاتون روان کنید که سبب زیاد شدن برنامه ها بیننده های ما شود. سلامت باشی برادر. خدا نگهبانت. خب اسد
بعدی اسد دوشنبه اجازه دادگی نیستی. اسد بفرما. سلام علیکم اکاد خانی. و علیکم السلام. سوزی تینجا که الحمدلله خوبه. همی یا چی گفتانی بدون که همی بدریش میگه که همی اموال رحمان صلح و واس میگه همی اموال رحمان در جان خودش کی بود که رفته صلح و واقعی همی خودش کی بود که از کی رحمانوف کی بود؟ او که خودش در جنگ عقبای همه نبود او عقبای همه چکر میرا صلح میوره همی اینا بابای سنگک گفتنی کمتر اگر تاریخ نگاه بکنی بابای سنگک این یک چای بیاره که بابای سنگک بودگی بابای سنگک خدا رحمتش کنه هم که فکر داشت که رحمانوف بمونم یا تنج کنم همه رو و بیام خودم بشم که این رفت همه را تنج کرد گفت اوس بر میگردم که رحمانوف اومد کشون فهمیدی؟ رحمانوف گریف دو سه گروه یکی بودن اینشا بابایش جنگ داخت که بوده اینش وایش پرون مرد چه دو آدم اینش وایش همی پرونده میمرده خیاتش یاد چه می پرونه دیگری زنده میمونه این رحمانوف درچه همه ای کارا را تاریخ اگر نگاه کنه برادرای عزیز بخدا همه چی آشکار کرده همین برادر محمد اقبال نمیخواه برنامه ها مینه پروست من در مردم حیرون میشم که برنامه ها شبود روی تماشا بکنی پالی تاریخی هم برادرای عزیز انا همین برنامه تاریخی بکنم برای که من یک خدمم او آدم چند نفر کارگر داره میگیرن معلومات به من معلومات روی نمینم بله بفرمایید همین چیگه که همین جنگی که افغانستان و همین روسیه کرد از طرف روسیه که از ریال نرفت صلح کرد و چو امورا او هیچی نمیتروشن خیلی صلح کرد برای دولتش صلح کرد تمام همون یگون چی نمیتروشن نه نوش هم میگیرن نه چیش هم میگیرن یک بیش نیودم نه این پیشوای ملت این باید تا مردنش بسته بعد این مردنش باید بچهش باشه یگون کس دیگه در تاجیکستان حق نداره که مثال بگم که دولت دموکراتی بسازه همین تاجیکای ما خیلی عادتی بیزه دوران همون مرده گونه سل کرد همون پریمیر بگیره اوخی اون امورم ریال و دیگه دولت جنگ رفته سبود میلیون سالده طرف آزاد کرد یکی اوخی همین راستی همون هیچی نتروش دست کو بله که همون اگر سبب نمیشید افغانو همش هم خیلی گفتی گپا میکشتن همه هم بورا انا اکای کی عبدالخالی بله بله یا ملوی بزری شیگا برما بسنی خدت بو عطفیت دو دابدی سوسه دیدیش همورا او خواهم کورو چی دار کرن و خواهم خدت که گاب نمیزنی کونه بجق بشیده و خیلی بو گاب زنه و زمید که نه اونا را اینا ملاش دیگه میبره و بلاگر همش میبروین دیگه همین هر چی گفتن میگیرن اینا من با خدا من یه بار یه روز 6 ساعت برنامه کردم دعوت کردم که قدمت گرینیه بیای صحبت بکنی اینا برنامه من اینا رقمای تلفن من اینا بیای یگان تشنه اومد برای که من گفتم که شما من دلهای جناییتونه ایوب شد چه در بالا بوتلکه شامپانس که شنوندگیان ایوب بچه مبارز بودگی در وقتش برامدگی حق و خودش طلب کردگی نکی گرفتن بردن فهموندنش دیگه تنها گفتن نبروی سیدی مخالفین گپ میزنی من با همین خاطر دیگه نبروی هر چی گفتن میگیرن نمیدونم ایست مورا میقپن ایست کبیری را ایست محمد اقبال ایست اشورف سلمان همینا را خفا نمیشه که میگه خدا کنم بروی اوش برادر ما چسبید کن برادر ما چسبید اجل خوینو سلام علیکم اجل خوینو میکروفون تا هوی که بفرمو سلام علیکم اجل خوینو برادران عزیز خواهش می‌کنم که ما را 600 نفر تماشا داره ما کم لایک داره برادران عزیز خواهش می‌کنم که
بمونه همون لایکاتون سبب زیاد شدنی دیدنی برنامه شوه. دیگه این زیاد یگان چیز نیست. شما فکر نکنه که ما اینجا یگان بگیم که یوتیوب یگان چی کار میکنه. من روزش میاد انشاءالله که شما نشون میتیم که همین یوتیوب ای روزی که من هویش کردم تا آزیره مثال چند همون که بگیم که سومک دادگیه 45 سنت دادگیه نمیشه ایفیرای 3 ساعته و 6 ساعته و عجلی علی تاچ کامیرتا بکشتی. خب علی تاچ کامیرتا بکش. خب کامیرتا کشتی برمدی. خب خوش منو که اجازت بتیم برادران عزیز پسان وارد بشین. اجازت نداده میدروه بعد من نمیتونم شما را قبول کرده در استریم. خوش همین اگه اجازت بتیم پسان بیایید صحبت منیم. خب برادران گرامی قدر همون لایکات اونا بمونه دستگیری بکنیم نورا. و انشاءالله یک دو برنامه دیگه دارم. بعد دیگه انشاءالله که درباره بازگشت بر وطن ما برنامه میکنیم. فقط میخواهم که کسانی که میخواهند تاجیکستان میروند بیاین صحبت بکنید در تلگرام. انشاءالله که همه کسا میریم تاجیکستان. خب سعید سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خیلی شما درست می سلامتون از تینجیمی. ما چی گفتنی؟ ما حوزه می اقدام باید دیدم نماز چی میگوید؟ باختره همجا یک برادر از گروه 24 هم سوال داد که همین گفت ما یک تا سوال ما گفت چی سوال گفت که چوب گفت سویت مثلا افغانستان میتیاد گفت تو خلق خدا ما نمیتیاد گفت و یک دم و تو چی تو کدام گروه تو اسلامی می تو گروه 24 می تو این سوال داد تو گفت که اوه ها چوب داشتیم چوب افغانستان داشتیم و چوب برای خلق خودمون نیست. بله این سوال یک طرف وقتی می تو میدونی چوب این وای نیست سویت برای ما این کی هم وای ساختگی زواج وای همون گیسا وای ساختگی آدم دیگه است. انا ما آدم گجاب وای کنادگار همونجا به سویت میتیاد لبشه ویش کراسته گپی دروغین. و چه ما همیش من میدونم که سال همون سال 97 همون ما وای دادیم عکس داده بودیم 1000 2000 ما خریده بودیم ما عکسیا گفته بود که ما میسازیم همون پولش میتیم تو همون پولا مونده بود. خود خلق تاجیک بخره سویت نمیتیا فقط گپی یافتگی چی گروهی 24 و این حزب نهضت اسلام که بوده این حزب نهضت 32 سال شده ها با گویا که اینها همه جا هم رسوا کرده همین حزب نهضت اسلام. بله برادر عزیز درست. این هم ببینیده کجا 32 سال گذشت یک بیان این طرف کجا 32 سال چوکا همه کار کرده که فرند خلقی کرد. من میدونم فرند خلقی چوکا همون امام رحمان با رهبری کریم هران کریم حکتی رفته تاجیکستان دیتو پیت کرده پاتو حملات کردی. این خلقی بیچاره هیچ کی نمیدونه این کار کرده گیا. بله سرکار سفر رو میفهمی این رستم عبدالرحیم و دیگر همه جا نمو رسوا کرده نمو ها. بله اما من خلقی بیچاره چوب رو مردم ما اکثر خرید بگیم که چند قایه که گفتن مردم اکثر قرض کردن نمیدونم چکار کردن نکردن که اما اکثر خریدن. امروز در همون اکثرشون لااقل سویت چونه میتیه سویت در آره همین دیدیم اخر همون سویت نمی همین دفعه یافته گیتگیش های آدم مهاجر شد آمدگی پیشوای میلاد پیشوای میلاد زیاد کار کرد زیاد کار کرد 32 سال آمده اگر پیشوای خلقش کار که تعمیم میکرد. بله همش خلق بیچاره سرسون سرگردان با اونجا همه وحاش زمگو کنلیسکای امامای همش تعریف کی ها و پیشوا جنگ بس کرد. کجا جنگ بس کرد؟ همه جا کرگان مو امامالی من میدونم امامالی چه خیر بود وقتی رئیس کارخاز بود دیپوتات بودشان یکو خیست گاوز نمیتونیست و بله فقط اونجا کی که همونجا داهر ابجبار بود اصلی ظاهر نظر بود ان ما حقانی برای ملت خلق مثلا خدمت کردگی از وها هیچ که عیادش برابر پاسپورتی و هویا
من قدرالدین اسلمov خود کی یعنی فقط پیشوای ملت خیر محل گرم نیست شما مملک کشایش خداوند کشایش کاراتون تدولیم تیسلامی تشخیص بریزم یک خلق ما یک بیدار شود و سیاهی سفیدی یک درک کنه. بله انشالله که مردم هم میفهمن سخنای ما را حق های باطل میفهمن انشالله که حاضر عبدالله برامدگی بید عبدالله آی تو راستی نگشتی تو اگر زندگی ناز باشه اما تاجیکستان زندگی ناز کن یه من اینجا آمدم یک آمده اون تو زندگی تعریف بکنه که امام علیش گاله نکن امام علی چی که امام علی همه جای راسته رادی مالک رو پرداخت با نیه امام علی آدمی نه تو خودت مهاجرش اینجا گشتی بله چاکنوتی آدمی ها یعنی فهمه خین فهمونا خین اوبا فهمودن قینه راست میگه برادر عزیز انشالله که همه خوب میشه گوش گپ حق نمیدارونی اوبا انشالله که همه خوب میشه. خب تشکر زیاد برادر عزیز خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر اینک چی گفتنیم نگاه کنیده ما اکثر خریدیم همون سهمیه امروزه که هیچ خیلی که میگن قرض کردیم نمیدونم چیکار کردیم خریدیم امروز سوئد به افغانستان به ازبکستان به قزاقستان فروخته میشوه شما سوئد نداره باید یکم خود مردم تاجیک سوئد بتیه پسان زیادیش بفروشه اجازت های غیر صورت اجازت نیست که یک آدمی که بگیم که 30 سال شد میوه سری قدرت تنها سوئد هم میگیره میفروشه و همونا رو هم پل به تاجیکستان نمیوه بانک های اروپایی امریکایی میروند باید این کار نباشه باید مردم بخیزه حق خودش طلب بکنن مردم باید شما لااقل طلب کردن اختیار در شبکه‌های اجتماعی یاد بگیرید ولی زنده نه من میدونم که آدم وقتی که در زندگی باشه با گپش دیگه خیلی اوخه گپ زدن نمیتونه من خواهش میکنم که برای فکر نظرهاتون بگید این برنامه‌های ما برای چیه بیاید برادرای عزیز فکر نظرهاتون بگید بیاید فکر نظرهاتون بگید که مثال سوئد نداری بیا برادر عزیز بگو که سوئد ندارم کمبودیا را بیاید بگید پیشروی ها را بیاید بگید ما این همه برنامه ها میسازیم سبب در چه که یک حکومتی مثال یک رئیس ناحیه یک پروکرور یک نمیدونم وزیر یا برنامه تشکیل کنه که شما ببینید که دیگه یگان کس ما را تماشا میکنه یا که نه حتما همه میره و همون انسان ها را گوش میکنه که چی میگن مردم ما حاضی نمیدونم متاسفانه تماشابین شدگی میدروین تنها نمیدونم یک جایی که یک رقص بازی باشه یک گپی فحش و فاحشه باشه میدروین میلیون ها لایک میگیرن میلیون ها پرسماتر میگیرن چیزی که به فایده همین ملت ای مردم ما میتونیم که لایق زندگی خوب باشیم و خود ما این چیزا میتونیم بیای سرجم شیم بیای یک کار بکنیم که رحمانوف با استعفا روان بکنیم بخپیم برای ما زندان و پلایی که دزدیده بیاریم پلی که گفتم 500 سومانی 1000 سومانی سری گودک پلی بتیم بیایم سوئد داشته باشیم بیایم در وطن جای کار بسازیم تا که ما مهاجر میشیم من در چی حیران میشم که مردم ما امروز هم تا امروز خاموشم برادران عزیز برای فکر نظرهاتون بگین اگر نه این قای زمین مونه خیتای گرفت این قشق قرقیزا میگیرن رحمانوف میروه بعد یمی رحمانوف ما با این همی همسایه کشورها جنگ میشیم و یا فکت دلیل هاشون میارن که اینه در وقتی که رحمانوف بود ما 100% زمین خریدیم دیگه اگرون گفت گفته نمیتونی برای که رحمانوف فروختش و همین خاطر باید رحمانوف با زندگیش قپیدن در کار بردن در کار
سری مرزها شنوندن در کار سبب در چی بود فروختیش؟ ترسیدی فروختیش؟ پل گرفتی فروختیش؟ چیکار کردی که سرزمین فروختی؟ غیر این صورت تاجیکستان همه خیلی این اسم میگیره قشوایش تمام تاجیکستان هم یه بریده ای که هست همین هم ای دست میتیم. من خواهش میکنم برادران عزیز که ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما چیه؟ آبو نشوه، لایک بمونه، در رقم‌های تلفن زنگ بزنه، بیای هم صحبت بشیم در افیر، در تنهایی، بیا یک کاری بکنیم که به وطن بر بگردیم. تا بکی ما در نمیدونم روسیه و امریکا و اروپا میگردیم. تا بکی ما همین چیزا نمیفهمیم که ما همین چیزا در خودمون بگیم قبول کردیم یا که در خودمون اومدگی های ورودی مردم تاجیک به فرهنگ، به مدنیت، به نمیدونم کلتور زور داشت. امروز اومده تاجیک در روسیه جمع شد و روشن شده. اومده امروز تاجیک نمیدونم گاستربایتر شده. برادر عزیز کانالیزاسیا را تاجیک پیرید امید کردگی ایتسا فراموش نکنید. کانالیزاسیا در دوری سامانیون پیدا شدگی. اگر کسانی که معلومات نداشته باشه ای دورهای سامانی همین چیز در امارات بخارا همین چیزا پیدا شدگی. و همین خاطر ما بسیار چیزها داریم که ما پریدومت کردگیم. ابو علی ابن سینا، خیام، رودکی همه اینا تاجیک بودن. امروز اومدن تاجیکستان همین خیلی یک جای کهزار را دادن گفتن که همینجا ای شما هست. یکی سمرقند بخارا ایشه تا هندوستان قریب ای تاجیکستان بود. امروز تاجیکستان در یک جای قرار داره که همه طرفش که های 4 نفره که بگیم که همونجا هست با مهاجرم. برادر عزیز ما نه 10 میلیون در دری تاجیکستان میتونیم که زندگی خوب داشته باشیم. خب سلام علیکم. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. Ovuzum Maysasa Kayalmaz. بله بله. Aka جون همه آدمایی که از اینمی روشکی ایدی بگه ایدی گلای کروش گاب زیسه است رحمانوف خیلکر گفته است همه سینگاپور و همه میدونن که 100 برابر даже экономика توجیکستان پیش های не که самолеты همو до 92 миллион и 92 миллион доллар короче президент توجیکستان почти 50% خلق برمده رفته است ای همون دولت ای دسته به орди و به даже орда Москва 50 کیلو орда که 1300 روبل در توجیکستان 3000 روسی روی منی کروش که 50 کیلو орда همون орда که در مسکو میخریش همون در توجیکستان بخری نه که президент توجیکستان در 90 میلیون دلار یا самолет ای президент سینگاپور خریدگی ای президент سینگاپور و همون قد دولت پیش رفتگیش و همون قد چیزوش گفت یاپون میفروشه با حالی هم دولتش برای самолет فروختگی بالنیسا روسکایس است با بالنیسا روسکایس است ما چی داریم که خیلی президент ما در 90 میلیون قریب 100 میلیون دلار چی را خریدگی самолет برای چی؟ بله درست میگی برادر عزیز. رحمانوف سبب در چیه که اون سمالیات میخره؟ تاجیکستان کلان نیست که او سمالیات خریده که بیا وقتی که کسل میشه حاضرات تست کسل میشه بیارانش در آلمان دیل چلیچه نکنن نمیدونم قنچه ببینن. تاجیکستان که مایده یک ماشین میگیری یا که یک ورتالیات که هست میپری میره کدوم شهر ناحیه‌ای که نباشه. سبب در چیه که رحمان در 92 میلیون دلار سمالیات میخره. در او سمالیات مهاجران را میبرن. بلیت ارزون شد وقتی که سمالیات خریدن. نه برای در تاجیکستان قیمتی و قیمتی. و همین خاطر من نمیدونم که این مردم ما تا بکی این مردم ما
خاموش میسته. برادران عزیز من خواهش میکنم که برای فکرها و نظرهاتون بگید. مردم ما امروز ای فکر نظرشون میترسن که بگن. امروز در تاجیکستان همه مردم ترسو کردگان برادر عزیز که برای آرزو کردن یک نفر، مثال من آرزو دارم، برای آرزو کردن میبرن زندان میرن. به همین خاطر مردم هم دلش شکسته شده. منصور عمرов برادر عزیز شما اجازه دادگی نیسته، من چند بار شد بگم شما قبول کنم نمیتونم من شما را قبول کرده. خواهش همینه که همون اجازه بتیه همه چیزتونه بعد اینجا اومده من بگم کامرا تا بکش صحبت میکنی. خودش شما نمیتونید صحبت کرده. خب ё ки бора ҳама қопи орчон хай гуфтем ака якин бора хай гап зашем қати хутуё ки мисол қати ҳами бародарои карошу гап ростишон меган ҳами якин бора мо пайваст шудагем гап зашем акао ба худо қасам да центри москваем мисол хай ака мехарем нуно ҳамаисоне ки як қоб ор 1350 айнаҳсад мисол хай гӯем то 1500 рубл аки да Москва средний зарплаташ 85-90 ҳазор ака 1300 рубл як қопи ор да Тоҷикистон 3000 раси роҳмини баъд вазур як қоб ор мехарем که من حیران میشم که در که چی میگوی واقعا هم خیلی خای اکا جان پناه تو بختو تشکر زیاد خودم. خب اینجا برادران گرامی قدر خواهش همینه که برادرای عزیز بمونه لایکاتونه کسانی که تازه وارد شده ابونه شوه. خب شهر توس بفرمو. سلام علیکم اکا الماس. و علیکم السلام. اکا موضوع درباره چیه امروز؟ موضوع صحبت آزاد هم میتونه که فکر نظرهاتونه بگوی. من تنها روز من روزهای پنجشنبه همین که صحبت آزاد دارم. دیگر روزها انشاءالله که یک موضوع را میمونیم در روزهای یک روزهای شنبه بهترین. اکا کی تاجیکستان میریم نصیب که باشه؟ همین اگر راکی باشه برادر عزیز رقم‌های تلفن ما هست اینجا برادرها جمع شده شدیم انشاءالله بیای همه کساشیم بسیاریشیم یک کار بکنیم و یک کس دیگه در تاجیکستان یگان کار کردن نمیشه. بیای همه کسا جمع شیم یک کار بکنیم که رحمانوف به استعفا برود. نصیب انشاءالله اکا باور که ایامی دیکتاتوری رحمان بیزور شدگی اینه آدم باید بیاید. من پتیو خوندگی میگم که پریزیدنت شما چه میشود؟ شبه 100% برادر عزیز. در تاجیکستان میشود خیلی باری همساش هسته. در تاجیکستان اجازت نیست که آدمی باسواد پرزیدنت شود. این چیزا دانسته بگیره. یگان محل در تاجیکستان آدمی با عقل باسواد پرزیدنت نمیشه. یک آدم میشه که همین هیچ چیزی نمیدونه اما انسان میشود. برای این دنیا همین خیلی برادر عزیز نگاه که لبای انسان از این مخالفین میبرن گپ میزنن میبینن شو همین دیگه دولت ها یک کس میای اردمش میته میره رحمانوف میگیره. رحمانوف پدستی بگیم که یلسین اومدگی های طرف بگیم که روسیه اومدگی های امروز روسیه بگیم که خط کشیدگی رحمانوف همون خط نمیبروه. چیز مهاجراش ظلم میکنن نمیدونم لبای کارش میکنن. رحمانوف یگان چی گفترم نمیتونه یگان کارم کرده نمیتونه. به همین خاطر اینا مثال میگن که ریشی مردم تبگی سطری مردم تبگی مسجد تببند در روسیه آزاده. یه دولتی که مسلمانی نیست. اگر روسیه همین مسجد رو هم در جلوتو سپورت کردگی هم برد باخ میکنه کدمه بایداد بچه شفایرود میکنه باور که خونام اومده همین دیونه کدیسم پدر و مادرم نمیدونم که چکو کنم همونجا گرفتم اومدم در همینجا خطی اویلام بود در همینجا هم عذاب کشیدیسم نمیدونم چکو کنم. اویلام هم ازش نیسته دخترش میبرم دختر در قبولش نمیکنه شهروندی تاجیکستانی گفته مزهش نیسته نمیدونم چکو کنم هم 3 روز شده از باور که
از یک بالنیسای دیگریش بردگیم برا بیو بوار که این همین هر روز همین دوام میکنم که همین رحمان رو بم براتیز بوار که بریم تاجیکستان همین خطر در عالم دارم که نمیتونم بوار که گفته همین احساس منم خیلی پالوسی گفته نمیتونم. بله برادران عزیز در صمیم دلی من گپ ندارم در همین آدمایی که همینجا اومدن در من آبونه شدگیان یا که نمیدونم تماشابینه. برادران عزیز همین عجیبت افیر داشته من درک نداشتم. من میگم که سبب در چیه که امروز مردم تا 1000 کس شده خلاص دیگه نه. من از در اومدم یک کانالی که 96,000 بیننده داره 96,000 بیننده 1400 نفر تماشاش داره لایکش 400 تا امورا با همه مبارزه میدونن تماشا میکنن که چی سفسطه میگه و چی گپ میزنه آدما را نصیحت میکنه میبره خواهر مادر یک کس دیگری را خورد میکنه ریش موندگی بلند. برادر عزیز من پروسه دیگه چی حیران میشم که من 600 نفر تماشا دارم من 460 لایک دارم. برادر عزیز من مینداریم اینم واقعا که امروز من دستگیری داره. خب های منصور عمرов برادری عزیز کسی هستی اجازت نمیتی میای من خطا قبول کرده نمیتونم برای سرکه اجازت بده پسام بیا هم باشیده میگم میگم خواهش میکنم که برادر عزیز بمونه لایکاتون سبب زیاد شدنی بیننده ها بگرده که منصور اگر همی سبب در چیه که همی چاپلوس ها کم شدگیان هوا میدرم بار که خیلی استغفرالله میگفتم همورا میدیدم بار که کم شدگیان نیستن در جید نمیدونم نه خوبه برای که میایم با یک گپ خبر بخشو دارم اونها همون نیایم سازه نه که من میخوام که یک حکمتدار بیاید که ما یک فکر نظر بگیم ما مردم عادییم ما میخوایم که این همی یاده گپشون داریم بگیم همون گپا را بگیم میخوایم که سوال جواب باشه سبب در چیه که راهبرای ما گنگن برابرای ما دسترسی نداریم این چه دولته میرینن آخه بیان گپ زنن. بله نستم دل بار که عذاب عذاب خب برادر عزیز من هم 2 ساعت برنامه میکنم انشالله که خداحافظی می‌کنیم یک 20 minut دیگه هم جاییم. خواهش می‌کنم که برادران عزیز کسانی که میخواه صحبت بکنه بر واری چه صحبت بکنیم برادران عزیز. خب خیلی برادر عزیز همونشو گفتنی باشه بفرمون. استعفا رحمانوس کارا میاییم کلتا سرتشونا میکنیم کاراشی گفت وای نگفتی با یکان گپ نشوه میایم شونت میدیم سرش شونا میکنم و سیلش میکنم با وای بلوش تمام. رحمان با همین خاطر مردم ظلم نکن مردم سوید بته میگه که اگر دولت دموکراتی میگه بمونه مردم فکر نظرش آزاد بگه سبب در چیه که وقتی که هم مخالف میبره گپ میزنه میبره پدر و مادرش ای جای وای میپرسه یا که پدر و مادرش نمیمونه که ای تاجیکستان ببره شما مرد چی؟ این رحمانوف میره که ما دارم یک چیز دانسته بگیره که چخیلی که مادر شرف الدین گدایف مثال مادر من نمونده شو که ای تاجیکستان ببروین این چیز داخلی شما بده که شما نمیخواهی که مثال پدر و مادر مخالفین بروین جو میروند هم روسیه میروند یا حج میروند یا نمیدونم یکان ترکیه نمیدونم یکان دولت دیگه لیچنی میروند که در تاجیکستان تو نتونستی 32 سال مدیسین را آباد بکنی یکان کار را نتونستی که آباد بکنی و همین خاطر مردم میبروند تو خودت بدبخت رحمانوف دیل تدر میگیره آلمان میای کو به خبر آلمان میای عملیات تدمیون خیلی میبینن مردم 100%.
میاد به خبر دیشن منی 10 روز 12 یگو 5-6 ماه پیش در تاجیکستان بودم برای ابلا و برای خدمت گرفتم بر لیسان بردن گوشام هم خیلی نگاه کردن هم خیلی رنگ روم پریدگی پالنستی مزم نیسته میگه که 100% میگه بگیره برش میگه مزم نیسته میگه که بگیره برای خدمت همه شما میگه بگیره خدمتش برای گرفتم من هم خیلی ریخات کردم گفتم که میخرم و اینی بلیت هم میخرم گفتم نویستم استا گرفتم اومدم خب نویستم پول همش تو شو با استا این دیگه کار نداشته است کو عجیبه واپشه کار نداشته است کو فقط صورتای مردم هم مونده و من هم میتونم با مثل اوره برارم صورت بمونم نه که من نمیکنم این کارا هر کس با خودش یک وای برنامه خچه بگیم داره میبره هر چه نشون داده نمیدونم پدر و مادرها را یا که یک جایی که من اونجا برآمدن سوال کردن که 8 کره 9 چند میشه من اونجا خاموش ایستادم من که استغفرالله گفتم که چی میگن من پاود داد برای اینا را من این پاود دادم این امروز رکلام دارن انشالله که بیننده های ما زیاد میشه مردم ما را میفهمه که ما چی میگیم اگر نه 8 کره نه 72 من نتونستم پروست 72 بگم برم من به خدا گفتم که اگر همین چاپلوسا بیاین که اگر بخواتش رحمان بیا من همه کره دا پالی دا پیش میخونم رحمان فهم بخونم ما اون روز یک ویدیوشا تماشا کردم یا نوارشا صورت امو ویدیو مادر شما کردگی کو با مادر تو امورم مونده هم خیلی هر گپ گفته ساد بار کن نروی سری من کنم خیلی جوشید گفتم به اون گپ بیزه بش میگم که با از استغفرالله گفتم ده ای برادر عزیز اون چیزا من با اون همین انسان کار ندارم نه با پدرش نه با میروان اما خودشو مجبوری میروان کامیراشو میکنن اگر نه یگان پدر و مادر خیلکی نمیکنن نمیگه که فرزند من خیلی های فرزند من خیلی های همین میدونن در راه حقن لیکن با میروان خیلی نوار میکنن که کدبوتا که این مادرش ای روزی نیسته ای خیلی های و خیلی های یعنی یک رادیو آزادی نفرمید برای گلانتی بتیا که در پای شما خور نمیزدنه چی سخن میگه یگان کس شما یگان چی نمیگه به خدا قسم نه تنها خونگی ما دیگه انسان ها هم میبراین یا نمود گپ میزنن که پروستا که دم میگیری در تاجیکستان پروستا یک کسی چی میگه میبرن 30 سال محکمش مینه اکی من برای یک صحبت آزاد اینا که برآمد که من میخوام رئیس جمهور باشم من 2 تا دیپلم دارم من میخوام که در تاجیکستان سوید باشم مردم آزاد باشه مسجدها هوی باشن زنها مسجد بروند کودکا در پیش یگان همسایه و یار رفیق درس بگیرن همین چیز خواست گیرتن بردن 30 سال زندانش کردن منم که امروز پاسپورت من ندادن 1000 ظلم کردن در تاجیکستان اومدم از تاجیکستان اومدم اروپا مثال نمیشه در اونجا زندگی کرده به همین خاطر ما میبرویم اگر در تاجیکستان اگر همین آزادی بیان باشه و آزادی فکر گفتن همین حکومت به دردت بخوره من احمق میام دولت های دیگر خب برادر شهرتوزی خدا نگهبانت خب یا مهاجر سلام علیکم و علیکم با سلام بابا المشو سوزین سلامتیتون خوبه تشکر برادر نه آگاهی ما نداده سرانو ما کفتیم یافتیم تون آگاهی ما دادگی نبودین یکان سبشن آمدگی نیست شما به مانند یک فنری کنه ما به مانند یک کور امی کور پلوبام روشنی را یک کگ نبود چی میکنه میبینه برادر گفتنیم که شما به مانند فنری که ما به سوی شما رفتن میگیریم اگر با جایی هم بکنیم ما درکت هم یویم روشوتی هم بکنیم رحمت نگذشتگان پدر مادر تا براتن سلامت باشه تشکر برادر عزیز خدا نگهبانت خب اینا چی گفتنیم برادران عزیز ما یک چند دقیقه دیگه میمونیم پس اون بعد خداحافظی میکنیم بیای ما را دستگیری کنیم برادران عزیز کسانت که هسته من نگه مینم
برادران عزیز لایکا کم هم برادران عزیز بمونه همون لایکاتونا تا 5-6 لایک دیگه نمیرسه که همین ویدیو بگیم که در اکتیو بخیزه 500 اونا لایک نیست بمونه برادران عزیز همون لایکاتونا که سبب زیاد شدنی بیننده ها بگرده انشاءالله که مردم کسانی که میخواه فکر نظرهاتونا بگه سیلکه در زیر کامنت یا که در اپیسانیا موندگی بیای فکر نظرهاتونا بگین خب امروز میبرویم نمیدونم ادیبکش ایوبش دیگرش کدومش که نباشه میبرویم مثال درباره مخالفین میگن او شما بدبختا بره در وطنتون کجای کار میاوی ته در گیجایی یک آدمی که نمیدونم در روسیه در همه خوری زلیلی میخواد طرفداری رحمانوف بینم مرگ با همین خلکیم جوانایی که خودشون در عذابانه با طرفداری ظلم میکنن مردک همون مردکیه که در تاجیکستان کار مینه در تاجیکستان زندگی داره از تاجیکستان بیرون نیست اگر میلیس رحمانوف یا که نمیدونم چیکار مینه رحمانوف برای او زیبنده برای او انسانایی که میبرن بگیم که در روسیه در نمیدونم در قزاقستان در ترکیه طرفداری رحمانوف میکنن واقعا میگم که مرگ با همین خلکی جوانایی که میبره شما نتونسته با پدر و مادرتون سوید داده شما نتونسته طلب بکنی که فرزندای شما گودکپلی بگیرن شما نتونسته که یگان کار بکنی امروز میخواستم میگه که پدر و مادر شما روزی نیستن من چند بار شید میگم که من راهم حقه من در راه درستم من یگان کس گردونده نمیتونم من میخوام که در تاجیکستان دیگرگونی باشه من میخوام که در تاجیکستان سوید باشه 100% مردم ما مهاجر نباشن نه لااقل عذاب نداشته باشن در مهاجرت لااقل عذاب نداشته باشن ملیسا پاتنت داره پراپیسکا داره نه برای ملیسا لط کوبش نکنم 5000 شا نگیرم به همین خاطر برادران عزیز ما اونجا برنامه تشکیل میکنیم بیاید فکر نظرهاتون بگین ما روزای پنجشنبه روزای یکشنبه شنبه و انشاءالله که بیاین فکر نظرهاتون بگین یک قیباب مکردگی دیگه برای همو تشکرانه 40 میشیده دهیتش دیگهش 27 میشیده ملده است تو با سواد بوده کمی انتریو را نگه کنده بعد این نگه کنده دشنام و بینده من در چی حیرون بشم که در همین کمین سبب در چیه که این همین آدمی که نویستگی کو اولیموف من همون چه خیلی نویستی همون خیلی تو مرده گوشی نیجا ببرو من قیدی لبای خیلی صحبت بکنم من پراست او مرده که پاو دادم که شما برای در شما دیگه کار نداره وزیت دیگه ببرو من در سوال جواب نمیتیم با پاود نشه برای شما الماس بیا من رحمانوف بیاره من دعوا دارم که رحمانوف بیا من قدی رحمانوف سر به سر میخوام باشم من میخوام قدی رحمانوف دیبت کنم شما کیه من ترا میگم که رحمانوف ظالمه تو میگی که نه چه ظالم خداوند ترا کورت کرده که رحمانوف سوید نداده رحمانوف جای کار نداده رحمانوف فابریکه نساخت در 32 سال کادر نداره شما هیچ چیزا نمیبینی فقط میاد در کامنتاریات نمیدونم فقط دشنام من چیزا نمیفهمم مردک شه ایوب کری سره همون کردم همون چه خیلی خودت نویستیش کو تو کی نویستی واه خوینو
همو ایوبا من همو کردگیم چه خیلی که تو نویستیش کو اون همو خیلی من چیزا حیران میشم که شما سبب در چیه که میدروی در کامنت ها دشنا می نویسه مردکش سیلکه موندگیه بیا پدرتون شما رو خیلی برنامه تونه میکشه که شما بروی همیخه فکر نظراتونه بگه داشتی طرفدار رحمانوفی ما اجازت میتیم که بروی فکر نظر تا بگوی نه که شما مرغه در پشت پرده میمونه ما میایم انشاءالله حتی پات و تخماتونه میگیریم ایتسا دانسته بگیره خب اینه خب اینجا کی بود خب من خواهش میکنم برادرانی که کسانی که ما را میبینه در تلفن زنگ نزنه من نمیتونم زنگ تلفنی قبول کرده خب خواهش همین بود که برادران عزیز ما را 15 دقیقه دیگه همینجاییم پسان خداحافظی میکنیم خواهش میکنم که کسانی میخواهید صحبت بکنید بیاید صحبت میکنیم نباشه بعد 15 دقیقه انشاءالله که ما را برنامه را به پایان میرسونیم خب اینجا چی بود و دیگه بذار رحمانوف استعفا انشاءالله خب اینم بله برادران گرامی قدر ما انشاءالله که بمونه برادران عزیز همون لایکاتونه سبب زیاد شدن بیننده ها میگرده دیگه یگان چیز دیگه نه خب اینجا کی بود باز هم میگم که برادران گرامی قدر من در تلفنم زنگ نزنه کسانی که من رقمم میدونه خواهش میکنم که با استریم بیای صحبت بکنیم من اینجا نمیتونم که قبول بکنم که صحبت بکنی خب الیزا سلام علیکم الو سلام علیکم الیزا سلام علیکم سلام علیکم الیزا بفرما خب این کدومه که همه خزی قجداده اومده اینه که گب نمیزنه خب اینجا بمونه خب سلام علیکم الیزا حنف نام دومرم پروردگاره خب خواهش میکنم که برادران عزیز کسانی که میخواه صحبت بکنه اما چند دقیقه دیگه همینجاییم بیای صحبت بکنیم نباشه خداحافظی میکنیم آوازش نیست خب آواز نیست آوازی من نیست یا که آوازی همه کی نیست خب بله نه با اونو نیست بدن نبودنش من برادران گرامی قدر یگان رای ندارم آرزو ندارم که اونها نباشن باشن انشاءالله اونا برای که نه امروز ها میبروین گپ میزنن نسبت ماها انشاءالله که اونا جواب میتین دقیقا تهمت ها دقیقا دروغ ها دقیقا میروان بالای پدر و مادر ما در تاجیکستان ظلم میکنن میروان نوار میکنن اینا انشاءالله جواب میتین هر یک قدمش من چند بارها آشکارا گفتگیم که اینا جواب میتیه شما این کار نیسته که شما ببروی پدر و مادر یک مخالف بروی نشان بتیه من همیشه میتونم که برارم لبای چیزی همی
ادیبکشم ایوبشم نشان تیم نه که من دبان در کار نیست مردم این چیزا همین فهمه که کی حقه کی باطله. به همین خاطر برادران عزیز من یگان محل یگان چیزا نمیبرارم دکزت بکنم که این دکزته. خب چی گفتنی بودم؟ خب برادران گرامی قدر بازم کمی دیگر میمونیم اینجا در استودیو. برادران گرامی قدر دو سه نفر اومدگی من چند بار شد میگم که خواهش منم برادران گرامی قدر اجازت بتین پسان وارد بشین، برای که شما را من این 4 تا 1 اجازه دادگی نیست. ایسی دلاری اجازه دادگی نیستی. بعد منصور عمرов نیم 3-4 نفر که همجا ایستادگی اجازه دادگی نیستی. اجازت بتین مرحمت صحبت میکنیم، نباشه خداحافظی میکنیم برادران گرامی. خب من چی گفتنیم برادران عزیز؟ آخری برنامه کسی خیلی اومد قبول میکنیم، نه گپ من میگم خداحافظی میکنیم. من یک چی میگم حکمتدارا خوب گوش کنید. امامعلی رحمانوف میروه به گفتن منم به قپیدن شما را نظام تغییر میخوره. هر یک قدمت که جنایت میکنه در نزد قانون جواب میده. این چیزا دانسته بگیره. که در نزد قانون هر یک قدم جواب میده. تا سن 18 ساله شما حق داره که به سر پدر مادر نفر بره بگه که فرزند شما نمیدونم یگان کار کرده است. وقتی که فرزند 35 40 45 70 ساله میشه دیگر دموکراتیه که آزادیه. هر کس میتونه که برای پدر مادرش، میتونه که قضیه پدر مادرش باشه، میتونه یگان چی بگه، میتونه خاموش باشه. این چیزا میتونه که ما یگان کار غیر قانونی که اگه نیستیم. در سرقانون جمهوری تاجیکستان میگه که هر یک نفری که بعد 18 ساله برای گپ زدن حق داره، برای فکر نظر بگه حق داره. یا که یگان حزب تأسیس بتیه یا که در یگان گروه بدرویه. این چیزا همون کنستیتوسیون شمایی که امروز سر قدرته همونا ما را اجازه دادگی که ما هم چیزا بگیم. گیجو من خواهینی کردم برای یک خواهینی من دکزت بکنه که من چی خیانت کردم. کو بیار یک آدمی که من نسبتش تجاوز کردگی باشم، کو بیار یک آدمی که من همون آدم یگان چه دست دیده باشم، کو شما یگان خلاکی چیز بیاره در مردم نشون بتیه که این اینا همی دست ده نمیدونم این همی خلاکی رفتین در اروپا دیگه بگیم که زیدی ما گپ میزنن. یا آدم بیاوه من دیگه گپ نمیزنم. چند بارها شده در این برنامه ها میگم که شما یک بار یک آدم بیاوه که کمبودی نه جنایتی من بگه من دست میکشم همه همی کار. فقط طرفداری رحمانوف مینم. دیگه گپ زنی نمیمونه اون کسا. نه که شما یگان چی نمیاوی نسبتی من. کسانی که منم میشناسن الحمدلله من به قدر خوبی یگان کار کردگی نیستم. کو یک آدم بیاوی که من صغیره بحفل بودم، یگان کسی یگان ظلم کردگیم، یگان کار کردم. یک آدم بیاره بس یک کس، من نمیگم که 10 میلیون در تاجیکستان شما 10 میلیون بیاره، یک نفر 10 میلیون بیاره که باید که همی الماس در فلان روز در فلان جا یکی من بشناسه، من باید بشناسم او آدم کیه بیاره مرحمت دکزت کنه من دست میکشم پال نیراست میشه. به همین خاطر من گفتنیم که حکمتدارا ظلم نکنه، پدر مادرای مردم غم نتیه،
رحمانوف میروه، به گفتن من هم میروه، به قپیدن شما را هم. این دنیا تغییر یابنده، همه انسان ها تغییر میابند. رحمانوف میمره، این پگای میخواستی که رحمانوف مرده، چکار منی؟ سوال با میان میاد که رحمانوف میمره چکار میکنی؟ شما تا نمیدونه که چکار میکنی. با یک نفر دیگه میاد، با او دیگه ایشان پیشوای ملت. نه برادر عزیز، پیشوای ملت باید ما نداشته باشیم. باید ما خادمی خلق باشد. تمام. خب برادران گرامی قدر، تشکر زیاد کسانی که ما را دستگیری کرده، مونده لایکات کنه، دستاتون در نکنه برادر عزیز. راستیش اگر بخواهید کمی دیگر میمونیم در استریم، طلبگار اگر باشه انشالله که کمی میسیم صحبت میکنیم، نه که نه عذر زیاد خداحافظی میکنیم. فکر نظرات رو بنویسید در کامنت ها. انشالله که اگر بخواهید که یک ساعت نیم ساعت دیگه بیستیم یگان مشکلی نیست، حق داریم که ولی ما چند ساعت دیگه برنامه کنیم، نه که ببینیم که مردم در کامنت ها در نوشتن سستن، در استریم در اومدن تون سسته. برادر عزیز چند نفران که قبولشگاه نمیتونم، متاسفانه میگم بروی ایسر بیای، متاسفانه هم نمیبروین یا که چسب بیدین. خب این ایجا برادر عزیز تا ساعت 12:00. برادر عزیز شما ساعت شما که چیله؟ در تاجیکستان همی قشیده ساعت 12:42. خب که الماس جان من زیق کرده سی. این آزاده امام ولی زیق شده. من البته کار ندارم و محمد اقبال به خودت ذوق داره، من او خبت ذوق ندارم. توکلت به خدا. خب بله، 1 ساعت دیگه میگه، 1 ساعت دیگه. خب برادران گرامی قدر، ما 5 ساعت بگه میشینم در افیر، یگان مشکلی نیست. فقط میخوام که همیشه یک چیز نشون بتیم که میشیده باشه رنگ هوایا. خب 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 اینجا چیگه باشه اینو با گذروندن در کار. خب اینا نمیشیده است. میشه که نشون بتی، میشه که همه چیزا میخواستم که همه بیاومش درازی بده اوخی ویدیو رو. باش هم چیزی که هسته همه را در هر اوگلمه قپم خو بگو با خمیوان در کن چوم او یه حدیث دیگه گفت با دبری همه حدیث باید دیگه ما خود ما باید کنیم به خودو. همه من تیارم که من نه زن نه فرزندی و من در کار نیستم. من میدونم که یک روز نه روز جنگ میشود تاجیکستان ضد حکومت میشپیم по-любому. زندم اینا وزیرم بو مسیرا میگم دودار جون 1 روز خورد کردی، 2 روز خورد کردی، هیچ نگفتیم، 3 روز خورد کردی. توی خیلی نهرمتی نکی، ما ترا نشناسم، ما پدر مادری ترا ندارم، من نانی پدری ترا نخورده باشم، تو چی میبره من دشنام میکنی؟ من نمیفهم. یو ای قفای چه تولد شده ایت بخشیدمت کم بغل ای دیگه وای من نکه
ана у харкивичани таминҷа мара гӯш кардиста бошаи тамоми ҳам лидерҳои бачаҳои судаку ҳам харкивда любойша сура. хоб ин ҳамон як видеое буд ки ай даври тикток ҳамон муллое ки тарафдори як амр ай эмомалӣ раҳмонов мена миллати 10 миллионара раҳмонов гирифт. хоб инамин ҳамон видео буда ёфтемаш. хоб иҷа ки буд иҷа чанд касо буромадаги ҳар чӣ мегуфтанд мутаассифона онон нестанд ку. хоб ку иҷа бар падараш ҳамин фақат дашном ақорат во пишиминам хелаки мешавам монда фақат ҳамо маълумот дака дига дар корае ки биёрию бумонӣ нами чизоро скачат мекунию мегирӣ мемонӣ ягон чӣ набудааст мо ҳам ҳамин чиза наметонистем иншаалло ки сарфароша рафтем ки чӣ кор кардан дар кор будай модам агар аи сипас иншаалло ки морам факта далел меорем иншаалло рӯзои якшанбе шанбе иншаалло барнома мекунем иншаалло ки дигар чхеле ки оно мегӯянд ба факти далел морам иншаалло факти далелҳомона тиёр мекунем пас он меоем суҳбат менем. хоб бародарони гиромиқадр мегӯям биё худоҳофизӣ бикунем то барномаҳои дига. худо нигаҳбонтон. ҳаматуда ташаккур. касоне ки дастгирӣ карде лайк монде касоне ки коммент нависте бародарони азиз иншаалло ки хоб одиноки волк охӯ ман намедонам як сада шумо воқеан мегӯянд ки мирғе меге ки моро мирғ мегӣ мардак шумо стрим биё гап занед дар коммент як гапое менависе ки ҳамин охири барномадам кадмета мегирам. астағфируллоҳ. хоб мега ки 3 дақиқаи дига бест. бародарони гиромиқадр ман топпагаиам ҳестам ягон мушкилӣ нест. просто ман ҳарчи ҳайрон мешавам ки ҳами сари видео агар ягон сурат набоша мардум аҳамият намедодайда. ҳамин чиза ман мушоҳида кардам дар ҳами эфиркуниҳо. ман амирӯз бигӯям ки видео намондам ягон чӣ ба ҳамин хотир беогоҳӣ бирмадам ҳамон хелам то 1000 нафара омад тамошо кард. ташаккурӣ мекунем. хоб бародарони гиромиқадр худо нигаҳбонтон то барномаҳои дига. салому алайкум. хоб خب بیا خواهی سلام علیکم. سلام علیکم جمشید. سلام علیکم. علیکم سلام. چخیلی که علمات خوبی؟ تشکر. این موضوع درباره چی بودی روز اسپیت هم نکردیم آخری گپ تا گفتی همه آخران دیگان تا میگیرم میکشم چی گفتی هیچ نفهمیدم دیگه. همه جایی هم یاد اینو که ولکای با فیرم که همو خشک تور دوره اگانته آخری برنامه هم تمام شد. چی هم برنامه تمام؟ آوازم بزیب صدا هم نیست وابشی.
صدای من نیست. پیدا شد ناکر الماس. نه اینجا پروست همی داشتم قرآن همی خیلی نویستم و تو مردک شد بیوی آخری برنامه های با نگیرم کاره بکنم کدمشه و همین خاطر برادران گرامی قدر بمونه همون لایکاتون بمونه نمیدونم با یار رفیقاتون روان بکنه سیلکه را بگذاره با دیگر را روان بکنه اگر بخواه صحبت بکنه واقعا هم مثل چند ساعت که بخواه انشاءالله که مشکلی نیست میبریم صحبت بکنیم. خب اینجا کی بود؟ خب اینک برادران گرامی قدر اینه میبره تنها دشنام خب یا نبود می نویسه کو با خدا قسم من کو من خب وای حقی گیجا. خب برادران گرامی قدر خب برادر اومد دیگه گفتیم چند کسی دیگه از شما رو نمیتونم من همینا رو نمیتونم قبول کنم من دیگه نمیگم در این باره خواهش میکنم برادران عزیز که در این استودیو وارد میشه باید شما همو اجازت بتین در یک بار در همین استریم من یا که در این لبو استریمایی که هست یا بار اجازت میتی تمام دیگه میره تمام دیگه یکان وای نیست. خب نه من یکان چی خفه نیستم برادر گرامی قدر پروست دشنام اخورت من خوب نمیبینم کسی که مردک بیاید فکر نظرش بگه ما یعنی پرتلا را برای اینجا میبریم 3-4 ساعتی و 5 ساعتی میشینیم برای چیه که شما بیاید فکر نظرهاتون بگه سبب در چیه که امروز یک حکومتی یک رئیس ناحیه یک رئیس حزب یک نمیدونم یگان تاش درون تاجیکستان یا برنامه هم خیلی آنلاینی نمیکنن که مردم ببره فکر نظرش بگه برای که مردم میخیزه حق و حقوق خودش طلب منه اونا در سوالها جواب دادن نمیتونن شرمنده ده دنیا میشون و همین خاطر نمیبروین. ما امروز شما را اجازت میتیم که برای فکر نظرات نبگه میبروی تنها دشنام میتی. خب یک جهان تشکر خدا نگهبان تو. نه الحمدلله نصرانی 150% کمتر جام مناسب نیست و همین خاطر خب نصرانی 100% یگان مشکلی نیست الحمدلله به نوبت خدا شکر. خیر برادران گرامی قدر بازم یک بار دیگه تشکر زیاد خدا نگهبان تو تا برنامه آینده. خب با این همین نو خداحافظی منه که میدرایت داریم 1992 سال ویش همونده گفتیم خداحافظی منیم که اومد با برمد. خب خیلی باقی خدا نگهبانتون. سلام علیکم تا برنامه های آینده برادران گرامی قدر انشاءالله که در تماسیم. تا تاجیکستان خب 4-1 Almaz. Aha. O soz tingi. تشکر. O در سر کل جون ما خود 10 برسید ما اله خیر میگی هم جمشید خیرونه کدی فهم دارزن. هم جمشید اومد که اولی برنامه نه اومدی.
یا که مایل خیر بگو یا که 10 باشید خیر گفته سوالی هم میگه الماس جان سریوز تمام نه تمام برادر عزیز این همین خودت آخرون آدمی انشاءالله که خداحافظی میکنم مایل الماس جمشید هم خیرون نکدی خیر برادر عزیز جمشید اومد همین اولی برنامه چند خبر اومد گپ زد نه عبدالله گوشفروش اومد مایل الماس مالی خدا نگهبانت خب گفتی این برادر که بسیاری برفتن که میریم نرفتیم نه برادر برونت به زبانی ها خب باقی خدا نگهبان تا برنامه های دیگه برادران گرامی قدر انشاءالله که با صحبت میکنیم